به نام خداوندی بخشنده و به نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، انشاءالله که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. قبل از اون که برنامه رو شروع بکنیم، اولا من میخواهم همدردی خود به کل آن خانواده هایی که در این آفت های طبیعی آسیب دیدن، خانه هاشون از دست دادن، مال و متاعشون از دست دادن، همدردی خدمت به آنها بیان میکنم. اینک عزیزان، قسمت پنجم برنامه غربت را پیشکش شما خواهیم کرد و طول چند ساعتی آینده انشاءالله که بنده ابوذر خواجه زاده در خدمت شما خواهم بود. عین حال اولین بار است که ما برنامه را در کانال اصلی خودش در یوتیوب کانالی به نام غربت میگذرانیم و شاید هم که تماشابین ها در این کانال خیلی هم کم باشند و من از یکایک شما خواهش میکنم در این مسئله ما را کمک بکنین، در این مسئله ما را کمک بکنین و خواهش میکنم که این کانال ما را و این برنامه را در صفحه های خود منتشر بسازین، مردم را دعوت بکنین به این برنامه و ما با شما انشاءالله که کوشش میکنیم که مشکلی هایی که در وطن ما و شما هست که سببگاری و مهاجرت مهنتی رفتن این مردم تاجیکستان شدگی است، آن مشکلی ها را بیان بکنیم و در یک جایگی راه چاره را بجوییم. خب عزیزان، قبل از اونی که ما قویتر داخل موضوع بشیم، خاطر رسان میکنیم که روز 9 می بعد از اینقدر سرسانی و سرگردانی این ملت، بعد از قدر جبر و ستمی که حکومت روسیه بالای مهاجران تاجیک روا دید، امامعلی رحمانوف رئیس جمهوری غیر قانونی تاجیکستان در روز 9 می، روزی که به اصطلاح غلبه میگن، رفت در روسیه در مسکو اشتراک کرد و ما و شما عکس ها و نوارهای دیدیم که چطور با پوتین دست به دست است، در آغوش است. این حال ما اینجا میگذاریم برای بار دیگر نشان دادن تا اینکه شما ببینین همون نفری که شما فکر میکردین که این نفر یک، نمیدونم با همون اصطلاحی که مردم میشناسنش پیشوای ملت میگن، اینو ببینین که پیشوای ملت و گفتی بعضا احمقا، با وجود آن که اینقدر بگیم که تحقیر و ستم و جبر بالای این ملت روسیه انجام داده است، ببینین امامعلی رحمانوف گویا چیزی نشده است، هیچ مشکلی نیست، دست به دست با دیکتاتوری دیگر، با پدر دیکتاتورها پوتین در یک فضای خوشبختی و خوشحالی قدم میزنند و در چهره این نفر، در چهره این امامعلی رحمانوف هیچ کدام مشکلی نمیبینی. یعنی
منظور این است که گویا که یگان مشکلی در ملت این نفر شدگی نیست. در کسایی که این نفر مثلا زمام حاکمیت خود دادگی هستند و این نفر به اصطلاح حامی، سرور، راهبر این ملت باید باشه. ملت تحقیر می شود، ملت تجاوز می شود، ملت کشته می شود، ملت شکنجه می شود، ظلم می شود. بعد از چند روز امام علی رحمانوف می رود، راهبری این ملت با گفتی خود می رود، با جای آن که اصلا نرود رد بکنه دعوت آنها رو و یک راه چاره بجویه که مردم از این ضلالت بیرون بکشه، می رود در آغوش او با یک خوشحالی و خرسندی قدم میزنه. خب و ما و شما متاسفانه بازم به همون فکر هستیم که آینده خوب می شود. آینده را ما و شما خوشبین هستیم با همین امام علی رحمانوف. خب و نوار دیگر هم که اینجا میگذاریم، نوار دیگر هم اینجا میمونیم که صحبت هایی که با پوتین انجام داد متاسفانه خیلی یک کچستوی پس داره، ولی همین در دست اومد. Терроризм не имеет национальности или религии, не имеет роли. То, что случилось, конечно. ببینین اینجا این نفر خودش اپراودت کرده است، یعنی قبول داره که همو حادثه هایی که در کراکوو سیتی شد گویا که کار تاجیکا بود. با این لفظ گپ زدن اعتراف کردن است که یعنی واقعا همین کاری دستی مردم ما بود، اما بدون اینکه مقصد تروریست ملت نداره، دین نداره، مذهب نداره و غیره. Терроризм не имеет национальности или религии, не имеет роли. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. То, что это... اگر یک نفری واقعا راهبر این ملت می بود، واقعا نفری با عقل با شعور می بود، اولش که در همین دعوت اشتراک نمی کرد، رد می کرد همچنین یک دولتی را که این قدر تحقیر و مثلا جبر و ظلم بالای ملت ما روا دانست، رد می کرد دیره. و بعد از اونی که رفت مثلا باید می رفت، اصلا این کار که بعد همو حادثه کراکوو سیتی در حال می رفتی گپا را می زد، یا حداقل از داخل تاجیکستان باید که همچنین یک اعتراض می کرد که ما با این کار، یعنی ملت ما با این کار هیچ دستی نداره. اگر هم که کسی از ملت ما در اوجا اشتراک کردگی است، ملت ما مثل قدیمه کارگر است، کارفرما شما هستین. یک انسانی واقعا با شعور با عقل باید این گونه جواب میداد، چون هر وقته کارفرما شما هستین و این ملت کارگر است. شاید لغزش کرد یک جوان خام نادان به سواد رفت به همین کار دست زد، ولی این کار کی فرمید؟
باید آشکار میگفت امام علی رحمانوف. اصلا باید که راه نمیداد که همچنین یک نام به نام تروریست در این ملت زده بشود. تروریست نیکو کوئی ناسیونال نیست. این است جواب امام علی رحمانوف. یعنی اعتراف میکنم که بله همین کاری دست همین مردم ما بود، ولی خیلی دونه تروریست و ملت ندارن که غلط کرد. Очень серьезный урон по имиджу, истории, культуру, традиции нашей нации, а мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте. ببینید در تاریخ ما میگه یک ضربه خیلی هم قوی زدن این نفرها. اعتراف است دیگه. این کاملا اعتراف است که بله هم کاری مردم ما بود. خب جواب پوتین. برای پوتین در همین بگیم که جشن عید غلبه، در جشن عید غلبه که یا دعوا دارن، هر چند که بگیم که نفرای معتبر زیاد میشدن، هم قدر آبروی پوتین بالا میرفت. یعنی ببینیم سال 1945 این حادثه رخ داده، یعنی جنگ دوم جهانی خاتمه پیدا کرد و در اوجا نه تنها روسیه بود، کوالیسیا گفته تمامی تقریبا 70% دنیا یک جایه شدن، علل خصوص امریکا، انگلیس، فرانسه، حتی اینمی پولشه، لهستان میزد زیدی آلمان. و در اینجا یک بگیم که پیروزی دست جمعانه را یا گرفتن چیکار کردن تا امروز نشان میتین. اینمی روسیه تا امروز ایرا جشن میگیره، مصرف میشه، در اینجا مصرف خیلی بزرگ میشه و تا امروز کسایی که در اون جنگ اشتراک میکردن اونها را مثلا هر ماه پول میتین، اما نفقه پولیشون میتین هر ماه و تا آخر یا کوشش میکنن نشان بدهند که اینها یک قوه دارن و یک کاری را توانسته بدن کردن. هدف از اونه که تاجیکستان را دعوت میکنن مثلا و دیگر دولت‌های که سابق اتحاد شوروی بودن اونها را دعوت میکنن، نشان دادن از هدف که یا هنوزم از من هستن، هر زمانی که من بخوام یا را کار میکنم، یعنی نشان دادن است. و این احمق امام علی رحمانوف میره در اونجا اشتراک میکنه بعد از این قدر جبر و ظلم. و ببینین ارمنستان اما سروزیر ارمنستان پشنیان نرفت اشتراک نکرد، ایگنور کرد، رد کرد دعوتی یاره، نرفت اشتراک نکرد. من گفت چرا دشمن ما باید قوه ببخشیم. و امام علی رحمانوف نه تنها اشتراک کرد بلکه خب وزیر امام علی رحمانوف نه تنها اشتراک کرد بلکه بازم یک بار دیگر ببینیم با چی فضای با چی خوشحالی در اونجا رفته اشتراک داره. خندان است نه، هیچ مشکلی نیست. این چهره است که گویا چیزی نیست، کاری نشیده است، همه خوب است.
همه مردم روس میگن کو په پلان رفته است همه چیز و دوام میتیم نوره. Терроризм не имеет национального. Не имеет религии, не имеет роли. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо, то, что это наносил очень серьезный урон по истории, культуры, традиции нашей нации, а мы будем в дальнейшем работать с вами тесно. Это наш общий проект. Вчера и сегодня в течение наших. ایدی ما نیست. نش общий праздник ایدی ما نیست. من همیشه از نام خودم البته میگم و فکرهای خودم میگم. ما مردم تاجیکستان احمق شدیم رفتیم روسیه را کمک کردیم. ما هزارها قربانی دادیم. باباهای ما رفتن نه انیقترش آمدن در آلمان جنگ کردن برای که امروز برای روسیه خوب باشه، روسیه قوی تر باشه، بیشتر تجاوز بکنه. شما 30 سال است، 10 ساله است که در روسیه قرار دارین مردم تاجیکستان و خوب میدونین که در دنیا از همه ملتی ملتگرا ناتسیست کیا هستند؟ همه فاشیسته که یا دعوا میکنن گویا که ضد فاشیست جنگ کردن. ما اینه خیلی باوری کامل دارم که اینه روس ها بدتر از همه فاشیست هستند که این روزها در مدیا نشان میتین، مثلا نمایش میکنن که گویا کاری خیلی خوب برای جهان انجام دادن. و من بعد از اونی که اینقدر فاشیسم در روسیه ریشه دواندگی است، اینقدر این ملت روس یک ملت افلاس شدگی است، اینقدر نفرت داره. بعد از اون مثلا وقتی که من به آلمان آمدم، مردم آلمان آمد دیدم، به خدا قسم به همین خلاصه اومدم که ما خوب خطا کردیم، ما خوب خطا کردیم که این روسا را ما کمک کردیم در همون جنگ. چون که شما نگاه بکنین در روسیه در نزدی مثلا پدیزها همتون میدونین دائم وقت 3-4 کمپیرک شتگی هستن. خب همچنین در اتوبوس، در مثلا تراموای، در مترو، در هر کجایی که شما میرین، شروع کرده از پیرانسالان تا جوانها، همه آنها شما را به چشم بد نگاه میکنن، چون که شما خارجی هستین. یک نفر پیدا بکنین که اثبات بکنه که در آلمان یا اینکه در اروپا دوام چند سالی که مثلا زندگی میکنه 10% نه 1% ناتسیستی را 1% ناتسیستی مردم روس در اروپا دیدگی است. یک نفر پیدا بکنین اثبات بکنین؟ نیست. همچنین در اروپا ما چندین دولتاش گشتیم و زیاد نفرای هست که زیاد تاجیکای هست که در اروپا زندگی میکنن. پرسان بکنین از کسایی که میشناسین. در کوچه وقتی که میرای، نفری که در او کوچه در مقابل تو میاد با یک لبخند تر سلام میتیه. کم حالتایی میشه که نفر در مقابل تو بیایه و تر سلام نتیه. با یک لبخند سلامت میتیه و اگر مبادایی که یک چیزی از او بپرسی،
اینقدر خوشحال میشه برای جواب دادن که حیرت نمیاد. احساس میکنی که انسان هستی. بعد اینقدر تجاوز روس دیدن که خودت حقیر میشماریدی، بیچاره میشماریدی، احساس میکنی که انسان هستی. وقتی در اروپا مثلا از یک نفر چیزی میپرسی، یک مثلا سراغه را میپرسی، برای تو به خوشحالی جواب میتین، لبخند میزنن، خیلی هم خوشحال میشه که تو از او چیزی پرسیدی. یعنی این همه قیمتی های دانستن انسان است. در روسیه این چنین نیست. در روسیه ما نوارای دیدیم که با مجبوری یک زنی کودک داره از اتوبوس میزنن سر میکنن با مجبوری. و هر یک کدام شما دیدین طوری که در اول ذکر کردیم، اما کمپیرکایی که در نزد پدیزا شتگی هستن، وقتی که تو میبروی آشکار با زبان اقرار میکنن پنایخلی و هم تو نیچی و دلت او خدیتی. همچنین حرفا شما هر روز میشنوین. هر روز شما وقتی که در مقابل یک روس در یک کوچه مثلا قدم میزنین که از سمت مقابل یک روس میآید، با کدام چشم شما را نگاه میکنه؟ باور که همون چشمش را میسوزونه، همون چشمش یعنی دنیا را در نظر تو تاریک میکنه و خودداری نمیکنن از آشکار بیان کردن محلگراییشون. آشکار میگن. هزارها نوار است در اینترنت و شرط نیست که من اینجا مثلا نوار بگذارم. شما در اونجا حیات به سر میبرین، شما میبینین این چیزا رو هر روز و دیگر هیچ لازم نیست که یک نواری مثلا ما بگذاریم. خب خب چیزی که ما در برنامه گذشته گفتیم، انا که دیدین که برنامه های ما را خوب تماشا میکنن، از کجا همه آدم جرأت پیدا میکنه این گپا را گپ میزنه؟ من مطمئن هستم که 100% از این همه برنامه های مخالفان تماشا میکنه ای آدم و خلاصه گرفت که اگر ما همین چیزا را گپ نزنیم بالاخره این همه بلا را به سر ما میارن مخالفان. این همه مردم را میخیزونن. گپ ببین وپراسی که در بالای میگرانت های ما است، شیپیتیل نشیدگی است، شما در اونجا بزه دارین. Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства и для Таджикистана. برای چی تو امروز استفاده نبردی؟ تنها گپ میزنی این چیزا؟ تو قبل از اونه که میای در اینجا گپ میزنی، باید تو یک کاری بکنی، یک عملی در اونجا انجام بدی که گپی تو در اینجا وزن داشتگی باشه. باید تو یک قسم مردم رو میخیزوندی. البته که مقصد همچنانه که در نزد سفارت ایران مردم خیزوندی ضد مخالفان و گویا که از کنترل شما بیرون بودن و مردم خودشون خیستن. همچنین یک صحنه دیگر باید نشان میدادی که گپی تو وزن پیدا میکرد، بعد تو می اومدی گپ میزدی. مثل که میگن شمشیری که قبل از وقتی لازمی از همون غلافش کشیده می شود، جان صاحب خچه در خطر می آورد. احمق.
اگر چیزی را ندونی رقم‌های هر یک مرد مبارز تو میدونی، خونه‌هاشون رفته میتونی. از اون 4 موسفید به عقلی که در گرد اطراف جمع شده است زنگ بزن یک مرد مبارزه و برای تو راه نشان بده. گپ ببین، ما تا امروز موقع خودمون عوض نکردیم و کوشش عوض کردنش هم نداریم. یعنی برای تو دروازه باز است. میخوای لوچ بکن مهاجرای توجیک در کوچه ها سر بته در فصلهای سرما در جنگل ها، میخوای همون مقعداشون ببخشین که کوناشون لیچ کن در سطح دولتی نشان بده، میخوای گوشاشون ببر در دهنشون پیش کن، میخوای اوزالاشون ببر، تروریست شو ببرار. ما علیش نمیکنیم موقعمونه، ما بگذارم بازایت اونجا بمونه. همه صدای کار کرده تونستیم، همه صدای بسیار خوب انجامش دادیم. در دنیا از همه تروریست کلان هم پوتین خچه. من یه چیز آشکار میگم، از همه تروریستی کلان نمی پوتینه و امام علی رحمانوف دیگر که خدمتگارای تروریست. و اون چیزی که در کراکور سیتی شید سببش همی بود که همسری نوالنی میخواست که مردم بر ضد پوتین در حالتی که پوتین انتخابات تجاوز کرد مردم بخیزونه. همسری نوالنی مردم خیزوندنی بود. واقعا پوتین به دست تاجیکا شاید گرفتی کار کرد، ترس در مردم نشون داد. تمامی اگر چنده که سگای تاجیک، سگای بلاگرای تاجیک این چیز اعتراف نکردن، نه که تمامی بلاگرای روس، تمامی سیاستمدارای روس گفتن که این کاری خودی روسیه بود، کاری فیسبوک بود. و چیکار کردن؟ گرفتن مردم از زدن کشتن 100 چند نفره. میگن کو این گپ به زبان روسی هم است، به زبان تاجیکی هم. به یک تیر دو نشان میگن، یا اینکه ادنیم ویسترلیم دو زایت میگن. چی میگن روسا؟ به یک تیر دو نشانه زد پوتین. یکم مردم خچه ترسون و در جاتون بشینین، زیدی من نخیزین که من اینم خیلی کارو کرده میتونم. دیم حکومت تاجیکستان همون ریچگی که در دستش داره بر کشیدش میپایم. خب امروز تروریست همه اوگروزای کلانترین. значит شما این اوگروزای کلانترین، شما ترک کردین بالای مردم. работа налажена. Налажена یعنی маму пишти марзда тоҷико қаторак бистанд. дар дохили Москва тоҷико дар ҳами ҷогаи ховш, дар вақте ки ховай пулиси руса дар ховш бубина. воқеан ҳози инами шабу рӯз ҳолатҳое ҳаст ки ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ дар ховш фақат грезогрез мебинад. налажена шудааст работа.
Конечно. А что касается других составляющих, прежде всего экономики, то с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером, мы занимаем первое место по городу. چی ترگوی؟ چی؟ مثلا روسیه نفت در تاجیکستان میفروشه یا ویگدی روسیه؟ تاجیکستان چی میفروشه؟ وقتی که پارتنر گفتی، پارتنر یک چیزی است که منفعت ها هر دی طرف منفعت میبردارند. منفعت یک طرفه را پارتنر نمیگن. بگو که ما بالای سر شما این خیلی مولا میمونیم و شما غلام ما میمونین. و این سگ در برای تشتگی اعتراف کنه چیزا. Многим направлениям, у нас есть возможность сегодня всю совокупность нашей совместной работы. И еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Большое спасибо за приглашение. Большое спасибо за приглашение. И گفتم کو قبل از اونی که وین بازار را گپ زدی باید که تو عمل میکردی بعد میرفتی که گپ تو وزن میداشتی. За гасти принцство не, за кости принцство бгу. Ам сагира ки як устугуни кока дар пеш мепартия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы, нашу общую, вы правильно говорите. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего сам участвовали в этом войне. И غلط کردن. Что касается наших двусторонних отношений. односторонний بگو. двухсторонний نیست. هیچی نیست. رو تصیح نکن. Что касается борьбы с терроризмом, Ви знаєте, امی مخالفه شما کمک میکنین ما مدزده میبریم نابود میکنیم. شما کمک میکنین ما میقپیم زندانی میکنیم. این همه قبل سومسنی کار دارن. استغفرالله. Наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны, мы против стандартов борьбы с терроризмом и экстремизмом. против двойной стандарт не خیلی بگو که ما ناتوانیم بگو ما двойной стандарт односторонний стандарт не اما بگو ما فقط در اونم حالت односторонний отношений قرار داریم تو چیزی که بگو انجام میتیم Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет рода. С ними надо бороться. Совершенно. Везде и всюду. Наши спецслужбы и работали все эти годы очень хорошо. очень хорошо работали. Поймали те, кто высказал свое мнение. И все. Никого больше. بسیار خوب کار کردن. فقط کسایی که حقیقت رو گپ میزدن اونها رو قپیدن. یک چیز دیگه نگفتن نمونه. کسایش که گپ نمیزدن جوانای با غیرت کارشون توغری کردن سوریهشون روی کردن. спецслужбы تاجیکستان و روسیه. Вы сами пережили и до сих пор более 30 лет воюют. С кем? С кем? Кия همون؟ کیه همون اکستریمیست تروریست با گفتی شما؟ اگر تروریست
کسی باشه که مردم رو بکشه. اگر تروریست کسی باشه که مال و متاع مردم رو غصب کنه بگیره، پس تی تروریست. و این همی مولات پوتین. اگر تروریست کسی باشه که وحشت دهشت در قلبهای مردم، در مغزهای مردم جا بکنه، این همی شما تروریست. ولی اگر تروریست کسی باشه که آزادی بخواهد، تروریست کسی باشه که مثلا بگه که همه باید برابر حقوق زندگی بکنن، تروریست کسی باشه که هیچ وقت در دستش سلاح نگرفته باشه و سلاح او اینمی تلفن باشه، نمی کامرایی که در مقابلش نشستگی هستیم و این میکروفونی که گرد میزنیم، اگر تروریست همون نفری باشه که سلاحش همی باشه، پس شما منتظر باشین که با این عملهایی که شما انجام میتین تمام تاجیکستان تروریست میشه. اگر вопрос терроризм шиш мо медонем Тоҷикистон дар як ҷое. Поэтому когда вы захотите загляните к нам, вы всегда можете найти те дураки, которые будут участвовать в вашей игре. Различными методами путем. Но это лучше то, что наши позиции, наши, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим. Стратегическим. Ма калимаро мефаҳмам ба худо. Ая тараф ханда мегира, ая тараф ғазаб ҷӯш меояд. Так что нам надо еще продолжать, как раби, служить вас. Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению нашей труда и мира. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку уровень демографический уровень в Таджикистане 2,5 роста населения ежегодно. Это было один из лучших советских республик, который обеспечивал и строителей батальона нашего советского армии, строители батальонов и во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют, строят, особенно в строительстве. Я думаю, что таджики... ببینین Советский Союз ما را کمک میکرد، مقصد شما نمیکنید. تو چیکار میکنید؟ تو 30 ساله در سر قدرتی. خب همینجا این نوار ما با آخر میرسونیم و اما عین حال یک چند نواری که همین صبح شخصا خودم رفتم نوار کردم تا اینکه به شما نشان بدم که حکومت داری چی است و چگونه باید که یک نفری سالم عقل وقتی که رئیس جمهور می شود باید چگونه اقتصادی کشور بالا ببره. یک چند جاهای از آلمان در وقت صبح دم رفتم نوار کردم. خب ببینین یکی از اولین سبب‌های مهاجر شدن، غریب شدن این مردم، یعنی سبب‌هایی که مردم مجبور می‌سازه که
زادگاه خود ترک بکنن، این نبودن شرایط اقتصادی است، شرایط مالی. و در این عصر زمانی که ما و شما زندگی داریم، یک عصر زمانی است که دیگر مردم زمین های نزد حولی ندارن که مثلا کشت و کار بکنن و حاصل ببردارن، اقلا هم یک نان پیدا بکنن بخورن. دیگر ندارن مردم، چون که تمام زمین ها در دست نفرانی هست که اونها از عائله امام علی رحمانوف هستند. هزارها گکتر زمین و همچنین زمین های زیادی هم با دیگر ملت ها با مدت مثلا 50 سال 60 سال همچنین اجاره دادگی هستند. البته انیقترش فروختگی هستند بگیم میشه. متاسفانه آیفون بسیار یک کچیستوی بلند قطعی سیانکه میکنه. یک چند بار کوشش کردیم که در تلگرام بپرتیم نوارا را با اینترنتی سیم کرده قطعی نشید. اینجا وای فای کوشش میکنیم که بپرتیم و در یک جایی تماشا بکنیم. خب خلاصه مردم مجبور از اونی که مثلا در عائله پول ندارن که یک نان برام بخرن، یک موادهای مثلا غذایی روزگار بخرن، مجبور میشن یک دیگر یک راه چاره بجوین. و وقتی که نگاه میکنن هر طرفی که مثلا میزنن خدا، نگاه میکنن که همه تجارت و مالکیت همه چیز از جانب یک اولاد یک فامیل کشیده گرفته می شود. دیگر یگانه راه چاره را در بیرون کشور می جویند. می دونن که مثلا عائله رحمانوف نمیده برای روسیه مثلا همون کارهایی که تاجیکا میرن در روسیه میکنن، پدلمد یا اینکه چقری کنی و مثلا کارهای ساختمانی، او کارا را هیچ وقت یک نفر از عائله رحمانوف نمیده برای مثلا در روسیه بگیره. از همین حساب مجبور هستن مردم که دیگر راه حل در همونجا ببینن و مردم سفر میکنن میرن به روسیه. در روسیه مثلا نانی خدا به فکر خودشون پیدا میکنن. خب برای چی در تاجیکستان نمیشه کار؟ البته ببینین سالهای قبل از جنگ شهروندی در تاجیکستان مردم زمین داشتن، کشت کار میکردن. مردم کشت کار میکردن در زمیناشون و نانشون پیدا میکردن میخوردن. ولی امروزها طوری که ذکر کردیم زمین ها هزارها گکتر زمین در خارجی داده شدگی است و همچنین هزارها گکتر زمین در دست نفرهای متعلق به فامیل امام علی رحمانوف هستند و بیکار خواهند. بعدا مردم تاجیک چی کار میکنن؟ میرن در روسیه کار میکنن، هر پول پیسه‌ای که به دست میارن تاجیکستان روان میکنن که پدر، مادر، همسر، دادر، خواهر او مثلا نان بخورن. بعدا چی میشه؟ مثلا پدر او مهاجر بچه یا اینکه همسر او میره بازار آرد میخره، میره بازار روغن میخره، خب دیگر موادهای آذوقه میخره. و این مواد از کجا گرفته میشن وقتی که زمین کشت کار نمیشه؟
وقتی که زمین کشتکار نمیشه مردم از کجا بیاوند؟ بعدا چیکار میکنن این مردم؟ وقتی که نمیاوند میزنن میرن روسیه. پول میره مثلا با دولت های دیگر. همون پولی که شما زحمت میکشین، جمع میکنین، روان میکنین، با واسطه خرید ارد، روغن، صابون، نمک، حتی شیر، گوشت مرغ و دیگر مکرون، این پول میبره میره خارج. وقتی که خارج رفت دیگه بر نمیگرده. از خارج برای شما فقط هم ارد میاد، اونم چیزایی که شما مثلا میخرین و رزولتت ده اما ببخشین حاجت خونه می ندار. خب شما هر یک کدامت از خانه خودتون حساب بکنین چند نفر هستین. کودک و کلانسال همه برابر حساب کنین چند نفر هستین و هم یک ماه نگاه بکنین که در دوام یک ماه همین بدون یگان مثلا اکونوم کردن چقدر ارد مصرف میکنین، چند صابون مصرف میکنین، چند لیتر روغن مصرف میکنین. خلاصه در عموم همه همین را حساب بکنین در دوام یک ماه از عائله شما در خوراکای خانه چقدر مصرف میشه. کتابچه بگیرین یا دفتر ده بگیرین بنویسین، مشکل نیست. یک ماه بنویسین چند سوم مصرف کردین و انمو را حاصل شه یک کلکولیتر را بگیرین بزنین در دوام یک سال چقدر مصرف میکنین و تصور بکنین که این ملت هر یک کدامش کمترین مصرفی رو که میکنه اونم مصرفی که شما میکنین. بعد از اونی که مثلا یک ماهی خونتون حساب کردین چند نفری که هست تقسیمش بکنین. مثلا در یک ماه فرض کردیم اگر 1000 سومونی مصرف بشه، 5 نفر که باشین مثلا 200 سومونی و حساب بکنین که هر یک عضو همه جامعه اونم 200 سومونی کم از کم مصرف میکنن و همه این پول میره به خارج. آسان است حساب کردن این قدر کاری مشکل نیست. حساب بکنین مغزتون میدره که چی قدر پول کلانه این همه احمقا به خارج روان میکنن. وقتی که مثلا او پول به خارج رفت چگونه در تاجیکستان مثلا زواد فابریکه ها ساخته بشه؟ با کدام پول؟ وقتی که زواد فابریکه ها ساخته نمیشن شما از کجا جای کار پیدا میکنین؟ از این ما نوار میمونیم. نواری که صبح من نوار برداری کردگی هستم. السلام علیکم و رحمت الله. از ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. مثلا خواهد دارم بنده و مرسدس سلاح های مثلا بخواهد کردن ولی با وجود یعنی این زمین های
شما امی گرم خون این امی کلیون کپیچ کردگی هستن، نگاه کنین از کجا شروع می شود. اینجا ساختمان رفته است، به همون خاطر این امی قطعه زمینه عالی کشت کار کردگی نیستن، شاید اینجا چیزی بشود. این ای طرف هم میبینین اینجا ساختمان رفته است، اما از ها او طرف نگاه بکنین و همین خیل رفتگی خیلی دور رفتگی این امی کلیون کپیچ کردگی یگان نمودی رستنی ها مثلا حتما کوریدگی هستند که بالاش کلیون کبار کردگی هستند، مثل گرم خانه میکنن در تاجیکستان برای لیمون و دیگر چیزا. نگاه بکنین از کجا شروع میشه. ببینید این همش زمینی هست که علاقه کوریدگیش هستن و بالاش کلیون کب پوشاندن. شاید برای سرماش نزنم، تصورات از مثلا دهقانی ندارم. کسایی که دهقان هستن میدونن ترکی برای چی کلیون کب میپوشونن بالای مثلا رستنی ها. و این خیلی دور است، خیلی از دوری نوار برداشتگی هستیم، برای همون کم میتوانه چیزا. اینجایی که من نشان دادم یک زواد است. اگر خیلی نگاه بکنی یک رایونچه خیلی کوچک است، ولی یک زواد کلانی داره که من مطمئن هستم که مردم خودی همون رایون بسنده نیست که در این زواد کار بکنن. باید از دیگر مثلا اطرافای دیگر مثلا بیان در اینجا کار بکنن. خب برای چی من رفتم این نوارا را کردم این سحر؟ برای چی من برای شما این نوارا را نشان میدم؟ به خاطر که شما بدونین که آلمان، ما در برنامه گذشته گفتیم که مجمع محصولات داخلی تاجیکستان چقدر است؟ 10 میلیارد 490 میلیون. من مطمئن هستم که دروغ است، از این کمتر است، ولی چیزی که افیتسال نیست همون رو ما گپ میزنیم. و مجمع محصولات داخلی آلمان 4.5 تریلیون است. نگاه کنیم، من برای شما دقیقاً بدونین، شاید نفرای هستی جا که حساب خوبتر نمیدونن. 1000 تا 1000 1 میلیون میشوه، 1000 تا میلیون 1 میلیارد میشوه و 1000 تا میلیارد 1 تریلیون میشوه. شما تصور بکنین که اگر مجمع محصولات داخلی تاجیکستان نزدیک 10.5 میلیارد باشه، مجمع محصولات داخلی آلمان 4.5 تریلیون است. 4.5 تریلیون دلار در دوام یک سال. همچنین یک مردمی ثروتمند زمیناشون ببینید کشت کار میکنن، زحمت میکشن، خودشون یگان خارجی خیرات نمیکنن، خودشون دست آستین بالا میکنن، میان زمینا زحمت میکشن، کار میکنن. خب نوار دیگر هم میمونیم.
زمین های در چرا domanakali میگن که اون باید خب این طرف نگردیم این اینجا هم که میبینین از دوری هم خدمت ها که جوبار گرفتگی هم در اصل یا کلیونکا هم بالا زمین کشیدگی هستند. این اینجا گندم کوردگی هستند. خیلی یک زمینی کلان کاملا همش گندم کوردگی است. یک چیز ما برای شما اینجا نشان بدم شاید در دوام نوار نیایم. این صورت دیدین؟ این نفری هست که در اینجا رکلام کرده است خچه در کاندیداتی مثلا کانسلر میگن در آلمان سروزیر خچه در کاندیداتی سروزیر گذاشته است. این هم رکلام دورانه و همچنین ما ضبط نکردم یورا شاید اجازت نباشه خودداری کردم. همچنین چندین جهاده عین حال از وقتی رکلامه انتخابات است. از خود همین اولاف شولز هم عکساش آویزان است و به خدا قسم چندین جهاده ما دیدم. این همین خیلی که در این پایان رکلامه کدام شرکتی هست همین خیلی در پایان عکسی اولاف شولز موندگی است سروزیر حاضره آلمان و در بالاش دیگر نفرایی که میخوان سروزیر باشن. این رکلامه دهایل یک شرکت پوچته است. در برنامه قبلی هفته گذشته ما گفتیم در بارش. در شهر نگاه کنین. این اینجا نه کمتر از 5 گکتر زمینی است که همش هم خیلی گرمخانه کردگی. علاقه کلیونکاش گرفتن با دوای تازه دادیستن. این طرف همه گندمه نگاه کنیم. مثلا همین اردوهای مردم همون زمین رو تامین میکنن ولی همش در دستی 8 بار امامعلی رفت
اون جای ساوز میبینید همش گندمه. اینا همه بینه با اینجا کدوم زواد دیگر هم هست. میمونیم نوار دیگره. یک چیز همینجا نگاه کنین. همین خیلی قطورک رفتگی هستن. همه تو اینمی سفیدی هایی که در اخیر اینمی کدر میبینید همه همین قطورک هم خیلی گرم خونه هست. این خیلی یک قدر رفتگی بر به بر همش خیلی زیچ بر به بر موندگی. اگر خطا نکنم 100 تا هم خیلی گرم خونه بود. اینجا بود دیگه شهره. یا تقریبا 20 کیلومتر از اون جایی که در نوار قبلی نشون دادیم از اونجا دوره. یک کدام باغ کردگی است. نیروگاه شمالی برقی، چیزی که در برنامه‌های گذشته دائم ما ذکر میکنیم. یا یگان تاش دولتی نیستن. همه اینمی نیروگاه شمالی برقی در آلمان یا در دیگر دولت‌های اروپایی را ذکر نمیکنم، در آلمان یا شخصی هستند. نفر تاجرها مثلا صاحب کارا میخرن یا یک زمین اجاره میگیرن و در اونجا مثلا ایرا وصل میکنن. برق شد در همون برقی جمعیتی بگیم شاید درست باشه، در همون برق وصل میکنن و یا هر یک کدومش برای خودش حساب کنک داره. در یک ساعت چقدر کیلووات مثلا برق استحصال میکنه، همون حساب کنکش حساب میکنه و اون برق وصل شدگی است در همون برقی با زبان روسی بگیم آبشی. شرکت چه باز کردگی است، هم یک کابینت گرفت از در یک جای، یک آفیس، با طریق اینترنت با طریق رکلامه ها برق شمی فروشه. در یک سال فرض کردیم اگر همی نیروگاهش 1,000,000 کیلووات برق بتیه، فرض کنیم این نفر میفروشه 500,000 کیلووات. دیگر شرکت هایی که زیادی میفروشن او پول برمیگردونن و این نفر پولی همو 500,000 کیلووات دیگه شه از دیگر شرکت ها میگیرن. اگر فرض کردیم که 1,000,000 کیلووات استحصال کرد ولی فروخت 2,000,000 کیلووات، پول 1,000,000 کیلووات دیگر را در همو بگیم که اداره یا جایی که همه این چیزا کنترل میشوند در همونجا پس میگردونن و اون مرده که از همون پولی که به دست میاره انداز میسپره، پولی کارگراش هم میتیه مثلا چند کارگری که میگیره و اونم ارنده پولی شاید از بانک قرض گرفتگی باشه او را پولی بانک میتیه باقی موندهش در جیب شه. یگان تقه و مثلا امکی و خاله نیست بالای سرش که بگه تقه پولی بیابتی. مردم اینم خیلی کار میکنن که پیشرفت کردگی هستن. و هر یک کدام یا لیمیت دارن.
از همون لیمیتش حق زیاد استحصال کردن نداره. اینمی از میبینین قراره کار نکرده است. این در حالتی همون پاوزه لیمیت چه زدگی است باید که دم بگیره که و دیگرها وقتی که زیادی بعد استحصال میشود او را فروختن در کار کو. یعنی نمیگذارن ایره که این زیادی بفروشه، زیادی درآمد بکنه. میگن نمی لیمیت داری همین لیمیت تا بزن تمام، از او زیاد بگذار با دیگرها را پول کار بکنن. تو توقع نیستی در دنیا. او چیزی که در تاجیکستان نمیشه و کسایی که تقه دارن امکی دارن و از همه زیاد میفروشن و اگر کسی در برابر او بوی کنکورنتی داشتگی باشه او را نابود میسازن. در اینجا خیلی گپ نیست. این ماشینی که در اینجا میبینید این شاید همون دهقانی هست که این زمین ها مثلا مالی همو هست اومده در کجای زمیناش تا خورده است ماشین کشی موندگی. خب همچنین یک چند عکس از کارتای گوگل گرفتیم. اسکرین شات میگم، خیلی اسکرین شات کردیم تا اینکه با شما نشان بدیم. نگاه بکنین اینجا همون جای هست که من قرار دارم در همون ساعت. خب همه این جایی که میبینید اینجا زواده. این بالا را نگاه کنید، زواده گرد اطراف. بعدا نگاه کنید که نزدیک های همون زواد نه، مثلا از پایان دستی راست نگاه بکنید معلوم است زمین های کشت کار میشن، معلوم است خطشون کشیدگی معلوم است. و شما در گوگل مپس داخل بشین، اگر بخواهین واقعیت دیدن در گوگل مپس داخل بشین. خب در نسترایکش داخل میشه، در رژیم سپودنیک میمونیش. اگر به زبان روسی باشه تلفنت در رژیم سپودنیک میمونی. همین دولت های اروپایی را نگاه بکنین، مثلا گرمانیا، لهستان، خب گلاندیا، خب بلژیا، فرانسه و تمام دولت های پیشرفته دنیا را نگاه بکنین. با وجود همون که قدر پیشروی دارن، اینم خیلی پیش بکشین بیارین. این زمینا هم خیلی همش کشت کار میشن. معلوم است همین زمینه که کشت کار میشه معلوم است تقسیم کردگی است. یا جوش مثلا سبز است، یا جوش نو جفت کردگی است، مثلا معلوم است کو بعد تقسیم کردگی ان، اما همش در هم کارت معلوم است. و در برابر این تاجیکستانی که در تنش همو بروک دریدگی داره، یعنی شرایطش صفر است. زمینای و تاجیکستان رو نگاه بکنید در همه خودی هم کارت گوگل شما میبینید که خب تاجیکستان در چه حالت قرار داره. از اینجا یک عکسی خوب تر شبو بگیرم که پایان وسیع‌تر نشون دادگی است. اینجا نگاه کنین، گرد اطراف هم از زواد فابریکه است، ولی این طرف رو وقتی که نگاه میکنید هم کشت کار میشن. چی مردم پول ندارن که میگیرن زمیناشون رو میکارن. همین آلمان اگر تمام آلمانیا مثلا 100 سال
یعنی خیلی دستشونه در یگان کار نزنن. حتی اگر همین سر لباسشون شوشتنم کارگر بگیرن که یک نفر دیگر بشوه، 100 سال اقتصادی نمی آلمان کم نمیشوه. اینم خیلی پول به تیه کارگرها رو 100 سال خلقی نمی آلمان سلوژی کنن. والله قسم خچون میکنن مردم آلمان، خچون اینمی زمین ها رو کشت کار میکنن. دولت چون یعنی همین شرایط رسوندگی است، همین برنامه هاش پیش میبره که اینمی مردم بگیرن همین زمین ها رو کار بکنن. میفهمین شما؟ چون که نگاه کن، یک نفر ماشین داره، اون نیاز به بنزین داره برای حرکت کردن ماشینش. اون نفر میتونه که 1 ماه 2 ماه ماشینش استفاده نبره وقتی پول نداره، بنزینش نمیریزه، نمیگردن، هم حوالینش نمیسته. نه که یک نفر در خونش 4 فرزند داره، نمیتونه که پروداکت نخره. بنزین خریدن مثلا اون میتونه که نخره، ولی پروداکت خریدن یعنی نمیتونه که اکاز بکنه از خریدن پروداکت. مجبور است قرض میکنه، کار میکنه، میدوه تگ بالا، کاری میکنه که نان بیاره به خونش. انا که شما خوب فکر بکنین که اکونومیکای دنیا را همین نفت پیش میبره یا که اینمی زمین و زراعت و کشت کار. وقتی که ما خودمون یک دولت بیچاره و فقیر گدا هستیم، پس ما نباید که یک وجب زمینه به دیگر رو بتیم. یک وجب زمینه ما نباید که به یک دولت دیگر، به یک ملت دیگر بتیم. ما باید زمینمون کاملا استفاده ببریم. باید نگذاریم که یک وجب زمین خالی بمونه. فرض کردیم از 1 هکتار زمین 6 تونه گندم در بیاید. اگر خطا نکنم، من کشاورز نیستم، من علم کشاورزی ندارم، اگر خطا نکنم در یک سیزن 2 بار میشه گندم بکاری. خب ولی هم یک بار شاید حساب بکنین. یک بار اگر از 1 هکتار زمین 6 تونه گندم بگیری، اگر از 1 هکتار زمین در یک سیزن 6 تن گندم بگیری، شما تصور بکنید. بازم اینجا میایم به همون گپ اول که شما از خانه خودتون حساب بکنین در دوام 1 ماه چند نفر در خانه‌تون هست و چند کیلو آرد مصرف میکنین و 6 تن گندم از 1 هکتار زمین حساب بکنین که چند عائله را مثلا 1 ماه گندمشون تامین میکنه. در صورت نشیدن این کار مجبور هستی که برای قزاقستان بخری. مجبور هستی. وقتی که رفتی که خریدی قزاقستان، پول که اونجا که رفت، تا یک کار دیگه تا بود کردن نمیتونی. شما در زندگی کسایی که مثلا سردار خواجگی هستین خوب میدونین این حسابا را. وقتی که مثلا یک کار یک جا با اصطلاح آلمانیا اونزانس بود میشوه، یعنی کاری تو بدون مصرف بود میشه از یک جا. من خیلی حالت میاد که بعضا وقت در زندگی انسان که یک کارت اگر چند یک کاری مهم است ولی بدون مصرف بود میشه، بعضا وقت خداوند کاری تو وقتی که پیش میبره. پول که تو رستشد برای او کار گرفتگی هستی، او پول با یک گوشه زندگی تو آباد میکنه. یک کار دیگه تو با انجام میدی در او پول. یعنی وقتی که زمین کشت کار میشوه، در او پول میشوه که کارخانه بسازی. در 1 سالش نشید 2 سالش در میسازی. 2 سالش به قزاقستان روانه میکنی، جمع میکنی، یک کارخانه میسازی که مثلا 100 نفر یا که 1000 نفر به جای کار تامین میشه. خب ما این گپا را در اینجا به هدف نمیگیم.
ما این گپا رو در اینجا گپ میزنیم چون که شما فکرمند بشین مردم تاجیکستان. و سبب دیگرش در این است که ما اشکار میگیم ما هدفمون سر قدرت آمدن است. چرا؟ بعد از گذشت چندین سالها ما به خلاصه اومدیم که نفرایی که مثلا از عائله های برحم و به شفقت به دنیا آمدگی هستند، آدم و آدمگری را میدونن، قدر انسان را میدونن، قدر زحمت انسان را میدونن، همین خیلی نفرها عقب نشینی کردن، مسئولیت به عهده نگرفتن، 4 چوربن چور و چتاود گفتی برادر حسین اشروف سر قدرت آمد، ببینید که چیکار کرد ما را. از این لحاظ ما هدفمون سر قدرت آمدن است و هدف از سر قدرت آمدن این خدمت کردن به شما است. و ما اینجا آشکار میگم که اگر ما سر قدرت آمدیم، روز شید شما تصمیم گرفتین که در بری ما باشین، ما را کمک بکنین امام علی رحمانوف و حکومت او را سرنگون بسازیم و ما کردیم این کار را و سر قدرت آمدیم، ما برای شما وعده میتم این او را سخنید بکنین. ما برای شما وعده میتم که ما در کوتاه‌ترین فرصت، ما برنامه‌هایی داریم که در کوتاه‌ترین فرصت مردم تاجیکستان از مهاجرت مهنتی به نیاز میکنیم. ما در کوتاه‌ترین فرصت کارخانه‌ها میسازیم در تاجیکستان. ما نمیسازیم این چیزا، ما شرایط فراهم میکنیم که کسایی که سازنده هستن اونها بسازند. ما برای صاحب کارا شرایط فراهم میکنیم و اونها میسازند. شما ببینید، من یک کوچکترین ایده را برای شما میگم. میشه در یک مدت کوتاه از یک ملتی که فقط حیاتش در کارهای قین صرف میکنه، در ساختمان، در دیگر شرط نیست شرح بتیم کدوم کارها، همون کارهایی که ملت تاجیک این حال میکنن، یعنی از یک ملتی که زحمت خیلی هم سنگین میکشن با یک مزد کم ما میتونیم در یک کوتاه‌ترین فرصت یک مردمی بسازیم که مردمی سازنده باشند، مردمی اختراعکار باشند. مثلا اگر من رئیس جمهور باشم در تاجیکستان، یک شرایط فراهم میکنم که حداقل در 3 ماه، در نوبت‌های اول در 3 ماه همین خیلی یک یارمارکه بشود در یک جای معین، در او یارمارکه کدو، کارتوشکا، پیاز، سبزی، بادرنگ خیلی نه، تنها کسایی که خودشون چیز اختراع کردن، انا پروتотиپ میگن که همون پروتотиپ ساز کردگیشون همراه بیارن، در اونجا در نمایش بگذارن و برای اونها امنیت بخشیده بشه که کسی او را فریب نکنه. هر نفر خیلی که یک تلفن بازار دارن که در تاجیکستان تمامی احمقی ها و جنایت ها در اونجا انجام داده میشه و خیلی نباشه. هر نفر وقتی که یک چیز ساز میکنه، فرقی نمیکنه اون ماشین است، مثلا یگان تکنیکای دیگر است، وقتی که ساز میکنه، وقتی که در اون بازار مثلا وارد میشه، پول نت، یعنی تنها رجیستراسیون بشه، نام، نسب، یک حجت برای او آماده بشه و با طریق همون حجت او حمایت بشه، ایده همون نفر حمایت بشه که یک نفر دیگر حق دزدیدن ایده او را نداشته باشه. یک نفر مثلا این موشک ساز میکنه، کنترل کرده بشه در داخل در اومدن بازار به طریق آنلاینی، یا اینکه مثلا قبلا خلاصه قبل از اون که بازار شروع میشه همه این چیزا
کنترل کرده بشه، به یک آسانی به سادگی و حجت گذاری کرده بشه و اون نفرها وقتی که داخل بازار میشوند تمامی صاحب کارا، تمامی کسایی که در این چیزا مثلا اینترست دارن بیان تماشا بکنن. فرض کردیم من میسازم یک تکنیکه، میام در بازار، اینم خیلی بالای میز میگذارمش، در کرسی میشینم، منتظر مشتری میشم. مشتری میآید میبینه این چی است، معلومات میتونم دربارش، چی فایده داره، چی کارا رو انجام میده. و مشتری وقتی که ز اینترسا و نشید، من ده نمود تجارت میکنم قطعی او. یکم همین پروتوتیپی مرا تو میتونی که بخری، اینا پتنتی که مرا در داخل در بازار در آمدن ده مثلا دولت برای من داد، قطعا پتنتش میخریش، یا اینکه تو مرا قطعی همین چیز میخری و من میرم همچون یک انجینیر تو سرمایه گذاری میکنیم، من کار پیش میبرم. من مطمئن هستم که اگر همچنین یک کاری بشود، در تاجیکستان ما نفرهای خیلی زیاد است که دیگر دست از این همی شکتورکنی و کفل زنی میکشن، رو میارن با اختراعکاری و میتونن ملت ما ملتی هست که اگر برای او شرایط داده بشود عالمترین مردم های دنیا میشوند. من در این چیز ایمان دارم، چرا که بیرونی گفتنی نفر خریطه دنیا را بدون یگان نقصان و یگان جا سفر نکرده کشیدگی است. ملت تاجیک ملت اینم خیلی نفرایی هست که در پیشروی و ترقیات دنیا سهمگذار هستند. تنها برای شرایط دادن در کار و ذوقمند کردن در کار این مردم. از دولت چی صرف نمیشه و جز اون که 100 نفر مثلا مسئول همین کار بمونه، کاغذ قلم در دستشون بتیه که امنیتی همو نفرها رو تامین بکنن. یک چیزایی میسازه این ملت که دنیا رو در حیرت میاره. من مطمئن هستم که همچنین اگر یک بازار در تاجیکستان ساخته بشه، شاید در 1 سال و 2 سال اینترست پیدا نکنه و بالای کار کردن در کار برای اینترست پیدا کردن، رکلامه ها با طریق یوتیوب و همین چیزایی که عین حال بی پول هستن، آیا در یک نرخی خیلی هم پایان میشه که انجامش بده. وقتی اگر همه چیز کاملا ساخته بشه، من مطمئن هستم که اینترست تمام دنیا در تاجیکستان میشه. تمامی ثروتمندان و صاحبکاران دنیا به تاجیکستان میریزن. برای این کارا را کردن عقل در کار، یک برزگاه و در سر قدرت موندن، رفته از بجای اون که مثلا با یک افتخار با یک سری بلند را در تالار بدرویه. همین رئیس جمهوری ترکیه را نگاه کنیم، از یگان کس طلب نمیکنه که ما را واجد کنیم. میخواتیم شتو میبین است واجلی، از یگان کس طلب نمیکنه واجنی را. احترام نمیشه از کسی طلب بکنی. احترام تو یک سیاستی را پیش بگی که تو احترامت بکنن. قبل از اونه که به جمهوری مثلا در آلمان زیاد حالتهای میشه که کارهای مثلا مردم به اداره ها میغلطه یا اینکه به بیوروهای مخصوص نزد یک وکیل
فرض کردیم میرا یک نفر، او وکیل قبل از آنی که این نفر مثلا قبول میکنه یک روز ساعتی معین به این نفر میتیه و تا روز ساعتی معینی که این نفر مثلا وقتش میرسه و پیش این وکیل میاد یا پیش اون نفری که مثلا کار دفتیدگی است، اون نفر حدی اقل همین دولتی تو می آموزه. یک اینترنت هم داره نگاه میکنه تاجیک چیه، تاجیکستان کجای، در چه شرایط قرار دارن. تو وقتی که میره پیش اون نفر یک نفری اینم خیلی بدون یگان معلومات نیست، یک نفری که الکی یک معلومات از تو داره و تو میشناسه، میره پیشش قبول میکنه و چیزی که تو میگو بعد او مثلا پره میکنه معلومات اون نفره. الکی آماده به همون کاری تو پیش بردن است پیش از اونی که تو میرسی پیشش. همچنین تو وقتی که یک جا میری باید تو هم آماده باشی، از اون چیزی که تو مثلا طلب میکنی تو باید آماده باشی. همچنانه که تو وقتی که یک مغازه میری و از اون مغازه میخوای که نمی تلفن رو بخری، تو برای تلفن خریدن چیکار میکنی؟ پول تا آماده میکنی. هم خلاص تو پول آماده میکنی میری تلفن پول میتی میخری. وقتی که تو آماده نباشی میری مغازه میگی که من این تلفن بده 4 شتا در گیجویت میزنن بیرون ایدارت میکنن چون که تو آماده نیستی. و امام علی رحمان وقتی که میره در روسیه بعد از این حادثه های کشید باید کمترین کاری که میکرد یک گروه مردم میخیزوند قبل از سفرش، خودش باید میخیزوند یک گروه مردم غیر افیتسالی گویا که خلق خیست و ما برای او یک لقمه تیار دادیم، دعوت کردیم و کمترین دعوت هم که بود دعوت کردیم. مردم هم میخیزوند، مردم یک جمع میشدن یک روز نزد همون جاهایی که مثلا روسیه زیر دست داره و خودی همه حکومت تاجیکستان با می اومد مردم مثلا جمع گیر میکرد از اونجا میگو برین که به خونهاتون، بعدا میره باید سری بلند میدرومن میگو دیدی او زمان گپش قدر داشت وزن داشت. خلاصه همچنین باید یک نفری با حکمت، یک نفری بسواد که عقلش در همه ساحه بگیره سر قدرت که باشه میتونه در یک مدت کوتاه تاجیکستان به یک دولت صنعتی تبدیل بکنه. خب برادر اسماعیل و السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ابوذر خواجه‌زاده، ان شاء الله صدای من خوب باشد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا تو خیلی پسته برادر. خب برادر خارجید. خب خلاصه ببینین تاجیکستان یک سرزمینی هست که 93% این سرزمین کوه است و این حالت هایی که امشب و روز ما میبینیم که مثلا سیل خیزی میشه در تاجیکستان، خانه های مردم خراب میشن، مردم به سر و سامان میشن، یکی از سبباش هم همین است که این مردم در یک زمین قرار دارن که اون زمین در لفظهای مثلا ساختمانی یک چیز سیویاسکه میگن که این زمین سیویاسکه نداره. خب خلاصه 93% زمین تاجیکستان کوه هست. مالی نفرایی است که فکر میکنن در این کوه چیکار کرده میشه. بسیار کار کرده میشه در این کوه. اگر تاجیکستان 30 سال قبل وقتی که رحمانوف سر قدرت اومد اگر عقل می داشت، کلم می داشت،
امر میکرد از دولت‌های دیگر غوره ارچه می‌خریدند. نفرایی است که در این گپ‌های ما خنده میکنن شاید، ولی اون نفرا من مطمئن هستم که مغزهاشون پوچ است. خلاصه غوره ارچه را در کوه مثلا کلات‌های تاجیکستان میکاریدن بس عملیات. امروز در دوام 30 سال یک جنگل خیلی بزرگ میشه تاجیکستان. تمام همون کوه‌ها جنگل میشه. مردم با سوزشواری تامین، همچنین از همون چوب تخته‌ای که همون مثلا میبرامد جنگل میشید که اقتصاد کشور را بالا ببرید. هزارها نفر با جای کار تامین. خب و همچنین همون ریشه های همون درخت ها همون خاکی همون کوه ها را مستحکم میکردن. وقتی که باران میزنه مثلا همون زمین تر میشه، کوه تر میشه، اونم بسیاری بعد تر میشه، وزمین میشه دیگه، همین خیلی هوی میخوره دیگه. بعد این خونه های مردم ها پیش میکنه میره. همین میشید سری راهشه گرفته. شویتزاری رنگی تاجیکستان یک دولتی هست که تقریبا همش کوه هست. چرا آفت‌های طبیعی در شویتزاری نمیشه، در حالی که اگر در تاجیکستان بارندگی مثلا 40% باشد، در شویتزاری 70%. کسایی که در شویتزاری رفتگی مثلا حداقل یک هفته ایستادگی هستند میدونن چیزا که بسیار باران ها داره شویتزاری. با وجود این مشکلی هایی که بالای مردم تاجیکستان میاد در شویتزاری نیست. زیاد از دولت های کوهی، شتلندیا، کسایی که تاجیکای ما هستند در شتلندیا، و این دولت هایی است که اگر همچنین آفت ها بشه در یک مدت کوتاه‌ترین تمام اینترنت ها پر میشه. چی به شما نمیبینین یک بار در اینترنت ها آفت طبیعی مثلا در شتلندیا؟ اوجرم باراندگی از تاجیکستان کرده زیادتره، چون که کوههای یا فرق دارن از کوههای ما. کوههای اینها جنگل هستند و اونم ریشه های درخت ها میقپه، اونم خاک سنگ اگر چند که وزمین میشه اونم میقپنش. سیویاس که میگن که در زبانی ساختمانی اونم سیویاس که میشه میقپه. برادر اسماعیل و مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، علیکم سلام السلام با کلی شنوندگان برنامه غربت. بخشش که صدای من کمتر پس بود، انشالله که خوب باشد حضور. بله خوب است. احوال شما؟ خدا را شکر برادر عزیز، سلامت باشه. واقعا همو مینداری خود را به همه شما برادرایی که در این راه حق در روی ظالم میگن، مینداری خود را بیان میکنیم. رحمت به همون پدر و مادری که یعنی شما را خوب تربیت کردن. باید اساسا همه جوان مردای تاجیکستان مبارز باشند، باید در صف شما باشند تا زمانی را که ما 50% مردم تاجیکستان اگر ما مبارز نمیشیم، ما هیچگاه یعنی که موفق نمیشیم در بالای سر ظالمان. درست. باید که یعنی که هر مرد کوشش کنه که خودش تربیت کند. اگر نظر ما با دیگر دولت ها کنیم، البته مردم با جرأت هستند، مردم یعنی که تربیت سیاسی دارن، فرهنگ سیاسیشون بلند است، به همین خاطر ای حق حقوق خودشون چگونه طلب کردن یعنی خوب میدونن. معلوم است که یعنی که در تاجیکستان جوانان را ما نمیتونیم در تاجیکستان خوب تربیت کنیم، یعنی که بر روحیه وطن دوستی، یعنی که به خاطر یعنی که دستگیری کردن یک دیگر، این چیز عموما در تاجیکستان خیلی کم نظر میرسد. این هم یعنی که سرچشمه از همونجا یعنی که سر میشود. باید که در تاجیکستان یعنی که در درس های حقوق گذاشته شود. اکثر شاید که
80% مردم تاجیک کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را نمیدونن. حقیقت من یعنی که بخشش برادر در پیش گپ من مطمئن هستم که 99% نمیدونم. ایران درسته برادر خیلی عزیز. بهای خوب دادی 80%. اگر واقعا 20% مردم تاجیکستان کنستیتوسیای تاجیکستان را بدونن ولی بر وقت کاری ما انجام رسیده بود. بله برادر عزیز. اصلا باید که مردم حق و حقوقش برای خودش نشان بده. جوانان را باید که نشان بدیم که چی نمود حق و حقوق داریم ما در، یعنی که هر شخص حق و حقوقش داره. طبق بندهای کنستیتوسیا که از 10 باب و 100 ماده عبارت است، قریب همه باب‌ها به منفعت مردم گفته شده است. یعنی که تقدیر ملت برای همین کاغذها نوشته شده. امروز الکی معلومه که چند مراتبه ها تجاوز کرده به کنستیتوسیا. متاسفانه از خاموشی انمی مردم وابستگی بود. درست. اگر مسئله مهاجرت بگیریم شهروندای عزیز، من مراجعت میکنم به شما که حق ما و شما مهاجرت نیست. این مهاجرت یعنی موقتی باید میبود. همون 10 سال 5 سال اولی که مثلا رحمان و سر قدرت اومد، همون 5-10 سال یعنی کفایت کننده بود. الکی 32 سال ایبن گذشته، حالی ما خود منافره میکنیم که ما دولت جوان هستیم، ما باید یعنی شکر کنیم، خاموش بستیم، صبر کنیم. الکی یعنی که از مسیر انسانیت گذشتن است. بله. خب یک قصه را برادر بفرمایید. خب یک قصه را کوتاه انیکترش یک انیکدوت بگم و فکر میکنم که سبب اصلی هم همی است. اعضاهای بدن با یکدیگر مقصد بعد گذشت چند زمانی و همین خلاصه میاد که یکی از اونها باید که راهبر باشه. طبیعی وقتی یک جا نفرای زیاد هستن، مقصد اگر در اونجا یک راهبر نباشه که همه همیو را مثلا کنترل بکنه و یا در اطاعت او باشند، در اطاعت او نباشن، یعنی به قانونی ها میشه هر کس با اختیار خودش مثلا یک کاری میکنه. و همچنین اعضاهای یک بدن همین خیلی تصمیم میگیرن ولی هیچ کس هم آماده نیست که مثلا زیر دست باشه. یعنی همه دعواش راهبر شدن است. مغز میگه که من باید راهبر باشم چون که این من هستم که شما را در حرکت میدارم. قلبم میگه که نه من باید راهبر باشم چون که من هستم که خون در داخل شما میچرخونم و شما زنده هستین، حرکت میکنید. معده‌ام میگه که نه خیلی گپ نیست، من باید راهبر باشم چون که من شما را غذا میتم. پا هم همچنین میگه که من باید راهبر باشم، اگر من نباشم شما یک جسمی بیکارین، کاری انجام داده نمیتونین. من هستم که شما را پشت میکنم میگردونم. خلاصه هم خیلی چشم بینی و گوش هم اعضاها در همین جنجال بدن که در اینجا اخلاط ببخشین همون نجس سر بالا میکنه و میگه من راهبر شما میشم. دیگر این اعضاهای بدن از خنده را در زمین میغلطن. تصور بکنین نجس که او اولش که اعضای بدن نیست، او اما چی میگن ادخاده او و جاش هم اما حاجت خانه دعوا میکنه. میگه من راهبر شما میشم. دیگر یا در حال خنده و غضب میکنه این نجس هم از قهر غضب میگه بسم الله را نشان میتم. راه خشونت پیش میگیره. یک هفته میزنه ترموزه دیگه نمیبرویه و تمامی بدن در درد میدرویه. تصور که یک هفته حاجت خونه نره چی میشه؟ خلاصه
تمام اعضاهای بدن درد میکنه دیگر، بیمار میشه دیگر و بدن همه مجبورن راضی میشن اما اخلاط راهبر قبول میکنن. متاسفانه وضعیت تاجیکستان هم خیلی شیدگی است. با یک زوراوری، با فشار، اینم یک نفره که تنها کاری را کرده میتونه او را نجیس کردن است، بینماز کردن است، افلاس کردن است. همین کار انجام داده میتونه، لیکن این مجبوری ما راهبرم تمام پافشاری کردن بردارینش. ادامه بدیم برادر. اصلا برادر عزیز اگر طبق قانون ها نظر کنیم، یعنی که بسیار گفتن یا هسته جمعه یک چیز برای مردم تاجیکستان میگم که شهروندای عزیز اصلا باید که اولین چیزی را که ما حس کنیم که پرزیدنت کیست، معنای کلمه پرزیدنت باید همه ما دانست. پرزیدنت از کلمه انگلیسی گرفته شده، معنایش در صف پیش میسته. این معنی را ندارد که در یک حیات میسته طبق همون قانون جاری شده. بله. مثلا در صف پیش میسته و مردم تاجیکستان از نام مردم تاجیکستان مثلا در سازمان‌های بین‌المللی و در خارج نمایندگی میکند. اینم یعنی که یک معاش معین باید بگیرد. پرزیدنت حق و حقوق ندارد که مثلا یک خشت بروخش در منصب بلند ماند. حق ندارد که مثلا با تجارت مشغول شود. امروز میبینیم که در تاجیکستان مسئله مهاجرت، مسئله ملت همه چی برطرف شدگی. اونا دارن مافیا بازی میکنن برای خودشون شرکت ها، برای خودشون یعنی گفتی برادرای دیگر که کار یعنی که زندگی با حشمت یعنی مهیا کردن. روزی گذشته اگر که شما هم نظر کرده باشی برادرای عزیز، امام علی رحمانوف سفر کرد برای ایدی غلبه بر روسیه. این هم یک حالت ننگین است، یعنی سرور دولت نباید چنین باشد. یعنی آبروی 10 میلیون اهالی تاجیکستان یعنی که در دست همین شخص است. میایم سوی پوزیسیون گفتم. بله، ببینید که قریب که تمام دنیا همین حمله ای که مثلا در سر مردم تاجیک زدن همه چیز انکار کردن و امام علی رحمانوف به همین یک سفرش همه چیز یعنی که اقرار شد که ما کردیم و ما مردم باید مطمئن باشیم که در آن همین حمله را یعنی که در آن همین مصلحت شدگی که روسیه و تاجیکستان امام علی رحمانوف چند دست دارد 100%. خودش اقرار شد، خودش یعنی که نشان داد که منم یعنی که در همین چیز دست داشتم. ننگ و ناموس نیست. وقتی ننگ و ناموس نیست یعنی که میبخشید بهتر میشود که یعنی استعفا بدیم، زیرا که ما نسل های آینده این چیزا را میبینن، این چیزا را میخوانن. مثلا خود پیشوا اعلان کرده پیشوا وظیفه دارد، پیشوا برای هر یک شهروند جانش میتید. پیشوا او شخصی است که یعنی تیار است که از بحر جانش بگذره. درست. تو مثلا پیشوا کشیدی، پیشوای همون 10-20 نفر همون اویله خود نه، تو اعلان کردی که من پیشوای یعنی که 10 میلیون اهالی تاجیکستان، من پدر همین مردمم. یعنی که نشان داد. مطمئن هستم که از راهبر بدن در بالای همون اویله خودش از عهده همین کار نمیبره، ولی که جب رسه به راهبری بله برادر، یک ملت، یعنی که مسئولیت هایی که دارد بالای خودش یعنی قانون یعنی همون چیز معین کردگی اونا رو یعنی که عموما از عهدهش نمیبره. این من یعنی که به عقل طوری نمیگیره که تا امروز همین شخص چگونه در سر قدرت اومدگی. من از 2011 هم سال بود اگر خطا نکنم، یعنی که جوان بودیم اون سالا، در دوشنبه در یکی از وزارت ها با چند همین کارگرای کلان یعنی که 6 نجا، خدا شاهد است که اگر همونجا یک نفری همونا که همین شخصای نزدیک رحمانوف در همین وظیفه یعنی که در وظیفه های کلیدی کار میکنه، گفت که تا زمانی را که همین شخص در سر قدرت مردمی تاجیک پیش نمیبره. درست. زیرا که این شخص برای مردم کار نمیکنه.
мақсад ин кор кардан аст. بله. چی با که مثلا نماینده‌هایی که در روسیه هستن اونا از مهاجران پشتیبانی نمیکنن. مثلا یک مهاجر اگر کمتر سرش برداشت 10 کس روان میکنه که بکشین به قبر بیاری بکشینشو زندانش کنی. این چیز بسیار خوب دستشون میاد. اون مسئله را که باید روی حل شه و طبق قانون اون مسئله قطعی یعنی که کار نمیگیرن. یک چیز است برادر، تمامی سترکتورای همی ملت تاجیک، تمامی ساختار ملت تاجیک غریب است. بله. ملت خودش غریب است، مثلا در غریبی به سر میبره و دین در تاجیکستان غریب است، همچنین مخالفت غریب است. مخالفا ببینید که حتی روسیه با وجود هم قدر قوت و قدرتی که داره، دیدین که چیکار کرد مثلا در کراکو سیتی مردم کشت. یک تروریست از دستر قدرت روسیه هم، ولی مردم روس اینم یک بلاگرای عادیش میبروین زیدی دولت گپ میزنن، حقیقت گپ میزنن آشکار. متاسفانه مخالفای ما غریب هستند. مخالفا وقتی میبروین گپ میزنن در برابر یا خلق از خلق، مثلا وقتی کسایی که بلاگر میشن یا خاموشی را اختیار میکنن یا برعکس زیدی مخالف میزنن. بله بله. کسایی که در دولت کار میکنن از اویله رحمانوف نیستن. و جای اون که مثلا گوش بکنه بگه که همیا راست میگن، آخی واقعا اگر شما انصاف دارین، مرد هستین، بشینین همین نوارای همین مبارزه رو تماشا بکنین. یک با رنگ انسان بشینین تماشا بکنین و خودتون با فکرهاتون کار بکنین که ما راست میگیم که دروغ. اون نفرتی که شما در وجودتون نسبت به مخالفا دارین، اون نفرت از اون نیست که مخالفا ناحق هستند. اون نفرت از اون است که امروز شما یک استخوان مثلا خالی را در پیش شما، یک استخوان بدون گوشت مغز در پیش شما پرتافتن و شما احساس میکنین که همون استخوان این مخالفا از پیش شما میگیرن. ما بیزار هستیم از اون استخوان. شما با ما نفرت نکرده یک بار بشینین گوش بکنین. میبره مخالفه بیرحمانه میزنه، مخالفه میقپه، کمک میکنه از ظالمه، مخالفه میبره زندان میکنه. یک بار تو فکر میکنی پدری تو همون نشانهایی که در سر کتفی تو هست پدری تو نداشت، امروز تو داریش. فردا فرزندی تو نداره، فرزندی تو فردا اینم خیلی غریب میشه. اگر همین سیاست همین خیلی پیش بروه، اگر همین گفته های همین مخالفا با انجام نرسه، فردا فرزندی تو اون نشانهایی که در سر کتفی تو هست در فرزندی تو نمیگذارن. فرزندی تو غریب میشه و این همین عذاب ها دچار میشه. این هم خیلی بدبخت میشه. 10 سال 20 سال 30 سال کار میکنه، از یگان جا برای اون نفقه پولی نمیآید. ما با تمام مردم تاجیکستان همین مراجعت هم میکنم و خواهش میکنم که یک بار بالای نفقه اختان فکر بکنین. شما آینده پیر میشین، فرسوده میشین، از این چیز راهی گریز نیست. شما از کجا نفقه پولی میگیرین؟ از کجا؟ کی شما را نفقه پولی میتیه؟ شما نمیدونین که سیستم دولتداری تمام دنیا همچنین است که یک نفر تو مثلا 60 ساله و 65 ساله شیدنش کار میکنه در یک جا، هر ماه معاش میگیره و از همون معاشی که میگیره انداز میسپره. وقتی که پیر شید با عصای پیریش در کوچه ها خار نمیشه و گدایی بکنه قدی بازاراده. از همون دولتی که این دوام حیات خودش شروع کرده از 18 سالگیش
تا 65 سالگیش کار کرده است و انداز سپاریده است، از همون دولت یک چیزی به نام نفقه و متاسفانه مردم ما زیاد نمیدونن این چیزه، پنسیه بگیم، پنسیه میگیرن. یک چیزی به نام پنسیه است که در پیرانسالی یا اینکه در حالت معیوب شدن آنها پنسیه را باید بگیرن. چی به بالای این کار نمیکنن این مردم؟ من حیران هستم بخدا. ادامه بدین برادر. بله برادری عزیز، متاسفانه امروز مردم تاجیک تو اندازه را سرسان و سرگردان شدگی هستند که حتی از آینده خود یعنی یگان چی فکر نمیکنن، شاید برنامه گذاری ندارن اویدی آینده خودشون. امروز جوان هستند، مثلا قوت کاریشون زیادتر است، سرشون خم کار میکنن، همون غلامی را اختیار کردن، فردا این قوه کاری از دست میرود، بس یعنی که حال ما از این هم بدتر میشود. بله. اما فرزندای ما وقتی که ما در روسیه کار میکنیم به تربیه میمونن. امروز حکومت ما اون نمود حکومتی نیست که غمی فرزندت را بخوره. معارف و بله وزارت معارف کلا در مؤسسه های تعلیمی درسی درست نیست، برنامه درسی نیسته. بله. من اینجا یک گپ میگم، شاید کدام نفر خدا نکنه که به گوش همچنین نفر رو برسه و خجالت بکشه، ولی من مجبور هستم این گپ بگم. نفرای هست که حیات در روسیه گذروندن، دخترای اونها بزرگ شدن و شوهر برآمدن. وقتی که شوهر او به روسیه رفت، نفس داره دیگر، باید نفس او تأمین بشه. دست در ناموس همسرش زد. دختر همین مهاجری که با مهاجرت مهنتی رفت در وقتش نایستاد در خانه دخترش تربیه بکنه. و همین دختر و همین خیل شوهر مهاجری خودش خیانت میکنه. ما چندین نوارها در اینترنت دیدیم، شاهد هستیم. آیلش کلید شرمنده پدر و مادری و دختر، همچنین شرمنده خانواده او شوهر. این همی است دیگر حیاتی مهاجرت. ادامه بده برادر. و یعنی که گفتنی هستم که این معارف ما اونقدر برنامه‌های تربیوی ندارد که فرزندای ما رو تربیه کند. ما به اهمیت باشیم در روسیه کار کنیم، مثلا برای 4 تنگه پول شده یعنی که حیات فرزندانمون رو بسازونیم. ببینید که مثلا یک پدر میره 4-5 سال در روسیه کار میکند، مادر یعنی که با 3-4 فرزند یعنی که خیلی میرم یعنی که ما شرح بدیم. مثلا همین تربیه هم از پدر وابستگی دارد هم از مادر. وقتی که پدر نمیشود یک پری همین تربیه میلنگد، یعنی یک قسمی همین یک پرنده ای که مثلا یک تف شکستگی همون شکل میشه وقتی که تربیه پدر بالای فرزند نمیشود. حکومت کو کلا دستش برداشتگی وقتی که یک از جانب فرزند یک جنایتی که یک چیزی که سر میزند تز پدر و مادرش یعنی که فشار میارد، دعوت میکنن که مثلا چی به فرزند تخیل کرد. با وزارت معارف شما تربیه کننده فرزندان، شما پدر مهاجر کردی، مادر سرسان زندگیش، تربیه شما یک قسمی همین تربیه را بقپین. از کودکای صنف یک مکتب سر میکنن پول طلب میکنین. این مردنتون به های بخدا قسم. این حکومت نیسته. معلم بیچاره از کجا پول بیاورد؟ از کجا پول بیاورد؟ دیگه همین باور که بعضی معلم ها، من همین خیلی تصور میکنم معلم ها شرم میدارن ای کار کردن. ای بس. بله. امام علی رحمانوف، من یک چی مراجعت میکنم به شما.
این سربلندی که خودت میکنی تو دولت‌های اروپا تو روسیه فکر در آسمان میگیری که من رئیس جمهور هستم، من پیشوا هستم، این سربلندی نیست. درست. ملت با عنوان تروریست میشناسن. ای بای مردن این چون سرور بهتر است. بله بخشش در پیش گپ نگفتن هم اونا که ملت خودی امیر رحمان تروریست اعلام کرده. در بله هر جایی که رفت گفت یا تروریست هستن اون کمک بکنین یا تروریست مثلا این شخص فکر میکنه که یعنی که با وجود همه این حادثه ها مردم حس نمیکنن که یعنی که همین کاری دستی منه. آخه تو سرور دولت، تو مسئولیت به دست گرفتگی. بله شما که درک نمیکنی، خودتون حس نمیکنی همین چیزا، دیگرها حس میکنن، دیگرها کور نیستن. امروز در فضای مجازی امروز اینترنت است و یعنی که تمام شرایط برای شخصی که یک خبر پیدا کنه همه چی مهیا است. درست. تشکر زیاد. تا کی یک دیگر منفرد میکنیم؟ به خاطر همین نسل نوروز، به خاطر همین سرزمین باید کار کرد. بله. ما مثلا فرزندای خودمون میخوایم که کادر باشن برای آینده همین مملکت. یعنی که فکر کنیم که دیگران هم فرزنداشون باید که در بر فرزندای شما کادر باشن. باید شما این ملت با جرأت، جوانان رو با جرأت تیار کنید. مثلا شاید که 10 سال بعد امام علی رحمانوف نیسته، با یک گل بهار نمیشه، با یک رستم امام علی مملکت نمیشود. بله. باید که تمام مخالفا دعوت کرده شوند، اونا شرایط مهیا شود، باید اونا تربیه شوند. همه مملکت ها، همه کشورهای جهان دارن جوانای دارن که اونا یعنی که از بین جوان ها همون سرلیاقتمند بدگی جوان ها اونا رو جمع میکنن، اینا رو کادر تیار میکنن به خاطر خدمت کردن به دیگران، به همون مردم سرزمین. بله. برادر سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. های خواهر بدست. و علیکم سلام. بفرمایید. اوضاع من نظم بیایم. بله. من چون اوضاعش مو پستره که نمیدونم برای چه. خیلی من میدونم که اوضاع همه سگوی همه دیکتاتوری ما سرانو برنامه شما را گوش میکنن. من به همو جنوبی غولین گفتنیم که تو چه خیل انسانی که تو چه خیل آدمی من نمیدونم، من ترا توجیه نمیگم، تو چه خیل آدمی که 32 سال تو یک تو بودی، یک موضوع دریدگی در پوچه داشتی، یک کاستومی نداشتی پوشی، یک کاستوم ژورنالیست پوشوندگی در پیروی روز کاری تو کاستومی بگونه، لباسی بگونه قطعی تو اومدگی بودی. تو حوزی میلیونر چای میلیاردر شدگی اولادت قطعی 32 سال تو خونی ملت خوردگی، آبی دیدن ملت قطعی تشنگی تا شکستگی. تو برای همه 32 سال ظلم کردی، ملت را توقف کرد، ملت گپ زد رفت زندان شد، ملت گپ زد کلیر زکست دادی کشتیشون، ملت گپ زد تجاوزشون کردی، ملت گپ زد بدرغشون کردی. همه مایلی تو چخیل در همین نهمی مای رفته همونجا چی به دستی همون پوتینه پریزیدنت قرغیزستان نمیکپه، ای ازبکستان نمیکپه، ای قزاقستان نمیکپه، ای ترکمنستان، ای دیگهش نمیکپه، لوکاشنکو در دستش نمیکپه. تو پدرنلک ایلی مردی مرچه ایلی ما میدونیم که تو مرد نیستی، تو یاد استغفرالله مایلی هیچ نمیگون. تو چی خیلی رفته دستی همون عروس قپیده خواهر یک سوال پیش میبخشه من تری ببر نکنیم. من پس نمیگم، من فکر مگه زنم بسیار جوده هر خیلی مقصدش در دیگه تیمو گرد میره. تو چه خیلی رفته ایسا پیش دستی همون قطیده دهند گیز میخندی. ای آدم یک ماه نگذشته توجیک تهمت کردن، گوش بریدن، ویش جهان تلخش کفید، شوق دمونده که این ملت ایخ بسوی بده. چشم توجیک کفتن ویس جهان گیره کرد، توبه کرد که همه میدونه که پسته و
тоҷика дар кӯни лӯжмо кардан, дар тоб мондан. Агар ҳамун фиравне ки ҳамин фиравни устоди ту агар ҳавай зинда мешуд, ҳавай дилаш барои ҳамин миллаташ месӯхт. тоҷика гарданша дар ҷангалҳо мегиранд, тоҷика лӯҷ мекунанд, мезананд, тоҷика дубинка мезананд, тоҷика фалақ мекашанд, тоҷика туҳмат мекунанд, тоҷика ҷанг рӯй мекунанд. ту и кор слиш кадом миллата ҳамихелӣ кардиянд? Кадом миллата? Ӯзбекистона кардиянд, Қазоқистона кардиянд, кира кардиянд, Киргизистона кардиянд. охи ҳамин ту ақл надорӣ ки ҳамин 32 солда ту набояд таги пои ҳамин Путин дар омада мешифтӣ. ихелӣ бояд ту намекардӣ. Ту хиёл кардӣ ки як умр Путин пишти тура мегирад? Не, бегона пишти тура намегирад, ҳамин бо худи куша дар соя мепартояд, бегона дар афтоб мегирад. бо ту дасти ӯра мегирӣ, бо ту қирқир қатӣ ӯ бо шишта хайрият икарата нагуфте ки соскучила си по тебе. Хайрият ҳамин гапа нагуфтӣ. бо шишта меги ки мо ана и кор гузаштак мо мақсад типа қабул мекунем, мо меомӯзем. Ту чира меомӯзӣ? Ту барвақт медонӣ чӣ миллата пастава кунӣ, террорист туҳмат кунӣ, ӯ сипискаи ту дар вес ҷаҳон гаштеста. Меомӯзем? ту устоди ин корӣ. ту бо ҳамин Путин ки дар ҳама ду чишми ту нигаҳ дорад, ба худаш мега о тупой, ту прекрасно медонӣ ки ман ин кора пастава карадим тра. ё ки ту дар ин кор кӯшӣ. ти ин кора қабул кардӣ, ту дар ин кор чӣ хол мекунӣ ки фоида мекунӣ? Не. ту дар ин кор кӯшӣ. ҳамун 4 касе ки 4 кас ҳам не, чанд кас шудан? 13 кас шудан. Якташа ҳисоб накунем Қирғизистон. бовар кун ягонта ҳавай мубориз набуд. Гарантия метавонам ҳамин чеҳраш мешиносам, ҳамаш чопулус шудан. ҳамин чеҳраш мешиносам ки ҳамин Тоҷикистон ба пеш мегуфтанд талха каф будан айту. фаҳмидӣ? ту получается ҳамин чопулусои ту худа даже наҷот наметиҳанд. ҳамин чопулусое ки мебуранд ришошон иқаи ку вас мекунанд, миллата экстремист террорист ҳамаро дашнун мекунанд бари хотири ту ку даже анамора ту халос намекунӣ. фаҳмидӣ? ту ақл надорӣ. агар ман ба ҷои ту дар ҳамуҷа мешудам, ҳамин айпешони Путин як тира мезад ку мегуфтумша ки ҷаноби Путин ҳамин 4 касе ки гирифте дар ҳамин кор куш карде, гунаҳгоршон кардагӣ, илтимос лицои ҳамонро вақти теракта нишон ки вақти гӯшбурида нишон метиҳи, вақти пусупоса нишон метиҳи, не ки аниқ вақти теракта шумо лицои ӯро нишон наметиҳи. лицои ҳамонро нишон диҳед ки миллати ман успокоиста шавад. агар ҳамин гап действительно рост бошад. илтимос ҳамун 4-тан 5-тан 2 группан 3 группан ҳамуҷа мегӯянд дараҳои ку илтимос ҳамонро пурсупос кунед. вес ҷаҳон ҳамин гапа гап мезанад. ман хавотирам, барои чи ки ман дар уҷа лицои ӯро надидам ки ман ӯро гӯям ки хо действительно ҳамин кора кардам. та ҳамин гапа гуфта наметонӣ. агар ҳамин дар пешо агар ман ба ҷои ту мепишидам, ҳамин дар пешони як тира мезадам, ҳамин гапа гап мезанам дар пеши журналистҳо. ту наметонӣ гап зани ки тоҷики мана дӯстоша пушти кала наку, дар кистоҳошон оружие надорам ки ту дӯстоиро пушти кала кунӣ барои як прописка. ту наметонӣ гӯӣ ки бе документша депорт ку ман розиам, не ки ӯ одаме ки документ дорад ӯро рағам нате. ӯ честно омадиам документ кардиам, ӯ буҷаи давлати тура бардоштесиям. ту наметонӣ гӯӣ ки ҳама миллата ҷавоб метиҳӣ, расман кардӣ, ҳамаро ман кард. барои чи ки фақат паспорти тоҷикаро дар аэропорт намемонӣ гузаштан. раз ҳамин хеле ҳамаша депорт кун. охи ман намедонам ман ӯра чӣ гумша. охи ту наметонӣ гӯӣ ки зане ки дар сараш ҳиҷоб дорад, милиса исм мекашаша, усм мекашаша, ӯ милисаота насиҳат кун. ҳаряташ ҷиноят кардесиям. разбирати ки дар интернето биромадеса чи миллата зулм кардесиям. қоираву қонун ка ки милисаои ту кор кунанд. ту наметонӣ ҳамин гапа гап зада. та ай дига президентҳо изо намекашед.
تو уже до такого бой шидаки ки шанка чашмот руан гирифтагӣ айтра ҳамара линҷод майли тра чашмот руан гирифтагӣ ай та ай сурати худат изо намекашид то да камай ҳамиқад تا اصلا برای آبروی خود همون سیراجیدین مهریدین ای که من نمیدونم رو که خودش دروغ رفته که من ایخه میگم مقصدش معرفیت کرده خطی همی روسیه یا که دیسیتنا هوا یکم طرف شویلیت سکه تو چینی همون کردن نمیتونی تو در تکان گذروندی که تو نگر درونی تاجیکستان گودکایی که ای بوی کنر مدن نه اوارا زشیشت کردی نه گناهگارا یفتی که چی به سویتای هموارا میکشه چود میکشه در میگرونه پتالوگ زمیکنی پشنا او پلاستیکای تورت خیتایی همه درگیری تو همون سویت کش و سویت درگیرون همی کار دیلانک شدی که یک خونه گودک مرده بود چند تا گودک مرد هر سال همیشه گودک میمره تی یکون کسا به جوابگاری کشیدی برای چی تو سویت بیزنسی گودکش ای ایروی نفسی توی گودکو مرده استی فهمیدی؟ ایروی نفسی تو خیال کردی که 10 میلیون ظلم کنم پوتین پشتی ما گرفته میشه نه تامی دو گرمی نیم سالی دیگه میگی این پوتین قولی ترا میکنه بعد جنگ اوکراین عبیزت لقولی ترا میکنه تو فکر نکنی که فرزندی تو میبیوید خیلی ملتی ما اوجه درس بولو کردیم این ملت دایوس های این ملت تنبل های این ملت ترسونچک های با کم طرف مبارزه خواهدیم ما فهمیدیم ترا چپت ترا نمیتونیم یکی ترا سری ترا پوتین میخوره فهمیدی؟ انا اون چین بعد نه عزیز موی سه طلاقی که یه وقت درس داده بودی سه طلاق کرده قسم خورده بودی که یه نوبت پریزن میرم کو با قطعه زنت با زندگی کردی انا اون چین عزیز مو را میگیری و پول میخوری سمالوتی 92 میلیونه یک سرانو میورن تا همین اگر همین خدا من ارزو دارم که همین انقلاب شود کارگرای اوباب همین بچه‌های بالا میگن که همو سراغ پراغ و ندارم پاژیزم همه که کوتاه آبتون پاژیزم همش میرن با پیلوسی هفت پشتش همه جمع میکنی طرفای یارموک طرفای پومیر همه کوهای کلون هم که کمبغلا بچورا به سوید یا عمر زندگی کرده همین انا اونجا میبری سر میکنی میگه همینجا را آواز میکنی همینجا زندگی میکنی این هم تاری به سوید زندگی میکنن 150 سوم 120 سوم پنسشون میکی همه مکتبای سنگی خنکی تپک رنگی گودکای ما در سیفو تپک میکشن علاو میکنن این هم تاری معلیمای دخون هم میبری میگه این همینجا زندگی میکنی خطی نمیو کدام معلمه که ویبروی یا نه انتخابات های دروغی کرده اینامی خلق امضا کرده اینامی خلق انتخاب کرده او همونجا میره هم که تاجیکستان هم که تازه میکنیم الچوپولوس که دیگه این ملت نباید چوپولوس شود نباید خوگزن شود پرزیدنت آینده گناه کرده برایم نگله در روش گب میزنیم این ملت اینقدر تربیه کردن در کره نه که او پلای تو حالی رفتی خارجه میره یا گب میزنی اگر پشت پوتین نگیری او پلای در خارجه تایکو همیو سانکسیا میره همیو شد مخفا میکنن اوکراین میره ولی انشالله همه که میشه ولی خلق پوتین گویی کرده سایکو ولی پلای سری تر میخره ولی خارجه تر از جزات میتیه نیکو پلای تو حیرانی سرد میمونه پلی حرام یکون کس نصیب نکرده کدام نصیب نمیکنه تا هر یک تینت حرام ایتره پلی سویت فقط جمع کردگی وطن فروختگی اونمو وطن فروختگی اونمو پلی خطای راست در شاتی تو رفتگی نی که تو پاچه زمین دادگی اگر این قحق شده اگر بیزنسی دومو تاساس کردی اونمو رهوی پلکی هم بوده کسته ایتر اصلاش راست کسته ایتر رفتگی موی کارا نرز میدونه نشد قرغیزستان 2 سال شد چند سال شد تو چون نمیتونی همون گرانیتای رازبیراتسا کردن چی گناه داری تو؟ کمازی نارکوتیکا تا قفیلگی نشون میکن نه؟ اگر تو زمین تاجیکستان را صاحبی کنی چه با چند بار هم مردن جان دادن رفتن غلبه کردن گرفتن بایرق تاجیکستان را زدن
با فرمان پوتین رفتی بیرق گرفتی همه را گردوندی ابرد نه من نمیدونم پدرمادر یا که گوی گوه خودش عقل نداره که همین کاری خودش سری خود میخوره تا اگر ناموس میداشه انامو پیش پوتین شتگین انامو شانسی تو بود میخواستی اگر با بچه تمونی داشتی با 32 سالی دیگه سویت فروشی تو باید این گپا پوتین را گم میزدی من باوری دارم پوتین زورش نمیرسید تو خوب بوری که خیلی عدد قلب خط کنه نیک تا همین گپا باید گم میزدی نیک ملت با دستگیری میکرد داره نیک اولی پیش پوتین میره یا گم میزنی پیش خارجه میره یا گم میزنی تاوشه هر دد میکنه تو پوی به عقل میبخشه یک داده گپ داشتم اون گپا مگو میکنم بسیار وقت آبشیم این ملت من بود 2.5 میلیونی دیگه بود زیادتر شدگی انو تو خودم عقلی زواد ساز کنی نداری اول نیت زواد ساز کنی نداری نیت جای کار ساز کنی نداری همه ایلی اکو پنسای ما 1 سال در 40 سومونی در باید مو میکنی 120 سوم بود 160 میشه مایلی ما توقت میکنیم سری فرق تا عقلی زواد ساز کنی نداری با 2.5 میلیونی دیگه با پوتین از دوره داری که روشنگی تو برای چی نگنی برای همین 4 تا دایوس در پیش زنوی دایوس را در پیش بردن رقص کردن او دپوتاتای تو برای چه برای قرصک زنی دپوتاتای رقصه او ای بودجه دولت میخرن تو دیکتاتور سخن میکنی او قرصک میزن برای قرصک زنی او این پدران همی سیپتر همی صاف کلخوز صاف دوخونه در گردش جمع کرده یکی آدمی به سواد لیخکو اپراولت کرده اگر یک دونو بروه میبره زندانش میکنه او بچه پومری به درجه سواد داشته اگر او پریزیدنت میشد حالی ما به این روزو نمیرسیدیم نیکو را بودی پاژیزم دادی برای چه او مغز داره او عقل داره من دخانم من مکتب 2 تموم بهای 2 تموم کرده من یه روز مکتب میرفتم یه هفته نمیرفتم نیک همین آدم دخونم باشه اگر همین ناموس داشته باشه همین یک جدا یک کسی یک گپ ازت فکر میکنه او این گپ درسته این گپ نادرسته اگر ناموس داشته باشه تو همون ناموس هم نداری این حق هم نداری تو من حیران میشم بنا میخوام من حیران بخور همین تاجیکستان دست تاجیکستان نوزده باشه تا اون ترمیناتوری که ایت میترسن هم وست هم دیپوت هم قشش دیگه اگر همین رو بسات بزنم تیکا پوراد میکنن همین اول به هم اولودی تو همین مشتی زنن 10 میلیون نش میشه او بچه ای تا حیاتش آوازی او را مش نمیدگی نیستن تو برمیدی که ما بچه ای تست پریزن انتخاب بکنی با خودت کم میره میگی واژای کی ناست او بچه تو همه تا پس گپ زدن میتونه خب زنده باشی خواهر نفرای دیگر در انتظار هستن مایل رحمت خدا نگهبان سلامت باشین پیغام این شما دیکتاتور را چند پگوی کمه او همین چاپلوز منو موزگش من نمیدونم چلی موزگه که 1000 گوی پوست خوبه در روشون یا تحصیلشون نمیکنه این فرزنده یا چلی باشون من یا همه جمع کنی نیست طرف یغنور نیست طرف پامیر همجا سنزوه همجا دا خوبی میتی اون مردکوشونه که هر یک بچه تا بردگی تقمت کرده زندان کرده یکو ای همون زویزدوی مایده تو پنجتگی زویزده دورن کو در کفتشون همی او آتون پاژیزم ای خیلی سراک پروک شما در نیستن پاژیزم شما او را زدن در کار نیستن او را اینم خوش وقت او ما در ساق و سلامت در کار پاژیزم ای داری اطراد زونه میبرن روز زواد میبرن کار میکنن تا مردنش در زواد کار میکنن این همین بودجه دولت هم میبردارن ملت میخره خواه میرن پاژیزم در زواد کار میکنن در زندان انشالله او را زدن در کار نیست او ما در 250 خطی در کارن زن و گودکاشون همین درونی سنگو سنگ میکشه یک ماشین سنگ 500 سنگ جنگ و فروش دیگه کار نداره او اما طرف های هم کوهستانی تاجیکستان هم اسفلت بکنن میتیم کردن باشون نصیب انشالله من زنده باشم تشکر زیاد زنده باشین خواهر عزیز رحمت برادر رجب علی مرحمت
салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародар Абузар ва бародарое ки дар ин ҷо ҳузур доранд ва тамоми бародарое ки тамошо доранд ва баъдан тамошо мекунанд. Умедворам хубе бародар. الحمدلله. احوال شما برادر؟ шукри худо парвардигор соз бошед. мо ҳам дар ғарибо мавзӯи барномаи шуморо дидем, дар бораи ғурбат хостем дохил шавем. доири ҳамин барнома, доири ҳамин мавзӯъ, доири номи ҳамин барнома камтар гап занем. Масъалаи ғарибӣ, ғурбат худаш як дарди сахтае барои мардум. برای مردم غریبی خودش یک دردی سخته و مقصد که این موقع که مردکای تاجیک مادرزاد ما را در پیشنی مو رحمانوف نوشته یکی مهاجر مردو خلاص شدن زنا در پیشنی زنا هم مازیر نوشته هستن که غریبی مهاجر در بدر خاک بسر احوال زن تاجیک ببین. دیدم ما یه تماشا کنم باور که سرم درد میکنه میبینم شما اینجا یک مادر دیگرم او سگی روز هبی ای گلوی زن تاجیک میخپه ای بخدا مردن ما به مردن ملت تاجیک به هزی روزا بر سر ما اومدن بخدا ای چی گفت روز ما چی گپ شده در سر ملت تاجیک ای چی اینجا کنه این یک مادر پیران سال دیگر. بله بله برادر احوال ببین. بعد میبرانم چه همین اصلا همین مردم تاجیکستان برادر ابوذر بعد گروه جدا میشه. یک گروهش که قسم زیادی اهالی مردم مظلوم تاجیک های در حقیقت وطن داریم. یک گروه دیگر مو اما 4 چاپلوس حکومت 4 چاپلوس رحمانوف بعد گروه مردم جدا میشه ما در تاجیکستان. من حیرانم که همه هم چاپلوسا نمیبینن این نوارا در تمام شبکه‌های اینترنتی هستن. همه را نمیدیدن باشن اما میبینن همین و گپ راست بودای خداوند کور همین کور شو کده بودای اما هر دردش زاگی دستش چیزا رو میبینن ولی باور کنین یک ذره رحم ندارن. میگه خوب شین کجا رفت؟ میگم مکتب میخون یگان دو میخون کار میکرد نمیرفت یا که شوش بیناموس های شوش کجا موندش رفت. آخی اگر بکوبیم 80% اپای یا خواهرای همو چاپلوسا همش در مهاجرتن همش در غریبیان. این روزا بی بخدا برادر با ما یک نوار دیگه دیدم مثلا همین اتوبوسی که در سن پتربورگ در آب غلطید همون زنش گفته است که ساعتی 2 شب 3 شب اومده کار باز 2 ساعت یا 1 نیم ساعت میگه خورد ایستاد و بازی کرد که زنگش زنگ که با دستمن گرافیک کارید مونده با برآمده خوابالو رفته خیلی نمی حالت شده همین حالت. ما مثال طرفدار نیستیم که مثال مردم مرد نه خیلی اون مرد 2 سوتکا کار داره همین خیلی میشه انسان طاقت نمیکنه دیگه هر خیلی کار رو هم مرد کاینا با خیسان گرفتن 100% همون هم در حساب تروریست خوش کردن نامنویس کردن. او آدم کسلی وزمین در بالینسا بردن 2 ماه حبس پیشگیش گفتن 100% به جرم تروریست به جرم اوبیتا میبرن میشوننش. او توکای مردم مهاجر شما بینی همین چیزا با خدا قسم این روز همون اولی پیدایشش بره هم بود نامرد بود ای هست و میمونه. این روز آدمگری ندارد با خدا قسم. این مردم مهاجر دیدی که رئیس جمهور اومد کلمه نسبتش نزد даже کلمه نگفت که ای چی با مردمی من در قزاقستان در سرحد قزاقستان و روسیه بند میگن در ایرپورت ها شرمنده شدیم با خدا قسم. این همو ما میبخشن پیشکی بخشش میپرسم که یک قومی از همین دنیا که در همه جا هست پیش میکنن با مقصد نداره روی که مثال ایزا بکشه شرم کنه نروا هم تاجیک هم خیلی شده این مردم یه بار خودتون فکر کنید با خدای ربی اومده میگوی که شاه عروس جورای داماد و جورای دوگانه عروسن این ربی با خدا قسم همین دمی که صورت من همیشه در نظر دارم میبینم همین خیلی میفهمش با خدا قسم. اگر یک دولت دیگر اگر شهرونداش خیلی میکنه بعد پرزیدنتش اگر می اومد خیلی میکرد بعد خیلی میگفتم که ها نه که یگانه پرزیدنت در دنیا که بی ناموس بی غیرت بی حیثیت بی یگان چی ای پرزیدنت ما بود. یه مردم بزرگی شریفی تاجیک خودتون فکر کنید بر بگردید با وطن با خدا قسم یگان کس در فکر ما نیست. همین مخالفایی که میبرن با گپ میزنن با نصف شما میبره چاپلوسی میکنه
خوین ملت میگه، تروریست میگه، اکستریمیست میگه. بینه که همین شب و روز همین صفحه‌های اینترنتی فقط با همین 4 مخالف میبرن در غم شما، در فکر شما. والله قسم یگان مخالف به خاطر فایده خودش گپ نمیگه. هر یک همین مخالف، هم آدم مخالفی که مثال زندگیش پستی پس از زندگی پیش شما بالا ای بخدا زندگیش خوب، همه شرایط مخالف در مبارزه در 100% یا نیاز به یگان چیز ندارن. شما فکر میکنه که یوتیوب پول میته، کلاس شما پول میته، یگان چیز میته. ای برادر این خیلی نیست. زندگی هر یک مخالف 100% اینه که به خدا قسم انسانگری دارن، مهربانن، دلشو برای ملت، برای وطن میسوزه. ای مردمی مظلوم، به خدا قسم فکر اختو نکنه. یگان کس در فکر شما نیست، نه پرزیدنت و نه رئیس شهر تو، نه یگان دپوتات و ای بلاگرای روز برآمدن گفتن که همین کاری کراکوسی را کاری دستی پوتینای. این بلاگرای ما با من میگه که با توهین تحقیر میکنن نسبت همین 4 بیچاره‌ای که مظلوم غلطی نداشتی این خونخوارای پوتین. واقعا چی گفتنیم با بره نه روسیه آدمگری نداره. با خالد میبروی گپ میزنی میگوی که روسیه ما نان میخریم. چه روسیه یگان فقط پروست تگ نان نمیتن به خدا قسم. یک نمی بکل آود نمیتن بخرید در روسیه. در روسیه ما عمر مگذشت، ما در روسیه بودیم. مهنتی دستی خطای مهنتی حلال خطای که تو مدرو میگیری، سوم میگیری، زندگی تا پیش میبری به خدا قسم. نه تا در فکر یگان پیشروی، نه تا یگان چی همین هش دای اویلک دو اویلک بیرون که دخونه گشنن به خدا قسم. بس که نیم روسیه این پوتین این انسان نیست. این پوتین به خدا قسم ای همه مخلوق پسترین در دنیای پدر لعنتی پوتین بوده است. و بعد همین سگش که اینا سگ وفادارش که نگاهش کرد به همین روز تیارش کرد. ملت ما تحقیر میشه، توهین میشه، بروکوت ما میبخشه، بروکوت نا پایون کردن، همه کار کردن. تو ای میزک آدم دادن تو خورده بس هیاخی شرمنده کده اختوختونا به خدا قسم. در یک وقت در روسیه میگفتن که دیگه ملت را تحقیر میکنن که میگفتن که یا کپیش میکنن در کپیک میروان کار میکنن، این خیل میکنن او خیل میکنن. آخه ای هم دا بعد شدیم. ای مردم فقط خطاب ما همیه که بر بگرده به وطنی که خداوند برای شما را داده است. نه یگان رحمانوف داده است و نه یگان دپوتات داده است، نه یگان پارلمان داده است. خداوند زمین داده است و وطن داده است و بگرده به سوی سرزمین خط و بر سوی سرزمین بابات و پدرات و گذشتگات و بگرده بری. همین رزق روزی که همین کاری که در روسیه میکنه میاوه، همین را به خدا قسم در تاریخستان برای کار نمیاوه. برای بگروی در قضای کوچه ها به خدا بگروی میاوه. برای وطن بر بگرده. ای مردم تو که ما به خدا قسم این رنج و این ستم روسی ناتسیستی، این روسی به هویت تمام میکشیم. بس بود اگه ساخی. بله تشکر زیاد. بله برادر من جمع میشیم یک یگان چاپلوس میبره گپ میزنیم. باشه برادر یوسف مرحمت. سلام علیکم و رحمت الله. میکروفون تا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سلام به بینندگان شما. انشالله که خوب باشین همگی. الحمدلله. احوال شما؟ تشکر الحمدلله خوب هستیم. خدا با شکر. راستی شیخ من در راه بودم حالتی که در مسئله جنگلا گپ میزدی میخواستم حالات داخل بشم. گفتم به یگون معلومات همو زادگاه خودم جایی که تولد شدم من خوب یاد دارم که سال 96 کشتم یک دهه به یک دهه دیگه هم خوب خشو تا حاضر به مثل حاضرش دگم یاد دارم که جنگلا زیاد بود. بله. از اونجا معلومات جمع کردم. عکسام پارت افتادن گفتن التماس پوز اینا ممکنم تو برگتی قشلوق همه میبرن که ما گفتم بعد روی کردیم ما غلطی دیگه اکای اجازه توکل کن به خدا برگت قلف میکنن رئیس محل قلف میکنن رنگ قشلوق مور ملوی مشتن برن توکل کن به خدا. خیلی مزه حضرت شرقی میگن در پارتو در تلگرام نشون ای خوالینگ با کلوب رفتن ای کلوب با خوالینگ رفتن باغ بود. خیلی باغای زیاد بود. از اون جمله خیلی ما 500 دونه درخت نگاهبین میکنیم. جنگلا به حد زیاد بود دیگه. دارم درختی به مثل دلونه سگک میگن ما داکو خودکشه همه یک تقریبا 10 سال هم نکشید همون جنگلا پول بود شدن کلان. وقتی رحمانوف اومد زوادا کار میکند در پیش کنم زواد اسفل بود در درون زواد در درون کلوب زوادی نمیدونم کوستو بود ام بود دیگه و او کیرپیچ دیگه زوادا بودن اینا کار میکن و سوت هم خوب بود. او وقتی که می
رحمانوف ملعون علیه لعنه با اون سر قدرت اومد چیزا کار میکردن. ما سوئد داشتیم خوب یاد داریم دیگه، چیزا تمام مردم تصدیق میکنه که وقت سوئد بود و همه جنگل سیستم جنگل او قدر بریدن که باور کنید از این صورت‌ها را در جاشون بعضی باغ کردن ناونی‌هول یگون 5-6 ساله درخت‌ها هسته. هیچ باوری نمیکنه که اون جای بود که ما میرفتیم نمیدونم سیرگشت میکنیم پودا میبردیم مثلا در اون جنگل پودا نمیبری البته انسان عقل دار میگی نزدیک بود اخی کود اموز نمیاد زودگوی ما جماعت دهنه دههای سر جر میگن همه را میدونم. هم جماعت ما 21 قشلاق در بر داره تا الان ما تا حاضر گفتم میتونم تقریبا که در کدام نزدیک کدام همو قشلاقا دهاتو هست جنگل چخیلی بود چند تر بود و حاضر چند قدر وجود داره چیش موندگی های نمونده در خود همو دهایی که اینی حال ما زندگی میکنم ای واسه 70-80 کیلومتر کدام پولداری میره میخره زمینایی که پیش وقت کلخوز غلا میکرد گندم جو نسک نخیر دیگه رو اونا را میخره ما پودچر نداریم. اونا کمایلی زمینه پودچر را میخرن گوداری 5 گوداری از سولدانه میخواد در سومتی و مودمی خصومتی گود میچره دیگه پودچر نمونده ای اگه کمبودی ایلا و دهنی رحمانوف سر زدگی ای ایلا و دهنی رحمانوف بسیم اویلش تا هم پسته ناسه گورگیش سر زدگی که موی سر هر یک کدوم در کمبودی تویسون بسیار هر جای نظر نکنی اینی حال هم اوخیزی را نگاه میکنیم. همین روز هم دیدیم که یک نوار بود در خودی در اینستاگرام هم میگشت بعداً کم تا پس در فیسبوک دیدم نیم ساعت بعد اینستاگرام اون نفر میگه که می مسئول حالت‌های فوق‌العاده MCS یعنی زبان فهم‌تر بگیم برای مردم میگه مسئول هم میگه که ما شما نه تکنیکا میتیم نه کوچ پارتون بردن میتونیم همون لوازمات زندگی را نه خونه تو وعده میکنیم به خاطر که اینجا بوستانسرای همو ایوان ایوانیچو بود ایوان ایوانویچو که بدن دام توریستون توزی هستن بوستانسرا داشتن اونجا بوستانسرا حق خانه‌داری نداریم برای که یک ایده ای طرفدار رحمانوف در اونجا چیکار کنن برای چون دچه بسازن کیف صفا کنن عیش عشرت کنن. شما مردم عادی برای شما ما نه تکنیکا میتیم نه کمک میکنیم نه خانواده هیچ ما انتظار نباشین. خلاصه گفتنی ها زیاد هستن. من میخوام که برای مردم نوبت بتیم وقت بتیم که مردم گپ زنن ما همینجا دیم اگر جا جون باشه با در اون زل اجدنی نباشه 2 مینوت پس هم حرکت میکنیم داخل بشیم مردم حرکت کنن صحبت کنن. نام برنامه غربت باور که همون زنای میبینی خیلی دیگه یک انسان باشی او دیگه مسلمان هستی و نیست همین شیر انسان خورده باشی از زن میبینی زیری لطوکوب قرار میگیره او زن آیا بچه در حالتی نمیدونم که حمل است زن مردم چی فرا داره که شتکش میکنیم خیلی کش و کش بدون زدن هم ممی سخت‌تر بکشش بیچاره خودش که دیگه میدونه میشه نه که نمیدونم که مردم باناموس ما کی میگن که ما دبر شما با مثل شماییم تا نه که ما دبر شما هستیم بدیم و خواهیم موند. ما دعوت مردم میکنم که پیشترک میگفتن ما نمیگفتیم ما پیش بین نبودیم دیگر نفران میگفتن که اگر همین رحمانوف یک 5 ساله 7 ساله یا با سر قدرت بیا بدترین زندگی سر شما میام بدترین زندگی هم یک روزی اگر بسیاری بعد بگیریم 500 700 تا 1000 1 میلیون اهالی زندگی خوب داره اینا من مطمئنم که 500,000 نیست هم زندگی خوب داشتگیش و دیگری ما چیکار میکنیم دیگه او سنر کل مادری که در حاجت خونه زندگی میکرد او یاد شکه همون زادگاهی ما بود او شد 3 سال شد فراموش شد خرید نه که ایش که نو برومد باش به حد بعد علم موارد دیگه سلامت سربلند باشین ما هم اینجا منتظر میشیم شاید گفتنی باشه با وقت صحبت میکنیم ان شاء الله. تشکر زیاد. سلامت سربلند باشین. تشکر شما هم همچنین زنده باشین سلامت باشین. برادر مبارز مرحمت. سلام علیکم برادرها همه با علیکم السلام و رحمت الله. احوال شما؟ نه الحمدلله خوبم همینجا. مهاجرت گشتگیم. من یکم چیزی که باید گویم در من اخبارات ها خواندم که مثلا رحمانوف گفته است که
این تراکتی که شد در کراکس در روسیه، این یک ضربه سختی به پیکر ملت گفته، همه خیلی به طرف پوتین گفته است. این من به خود همون رحمانوف گفتم که همین رحمانوف، خود من همین رحمانوف چنان ضربه به پیکر این ملت زد که حتی چنگیز خان دیگه اجنبی ها نزدیم. خلق دولت، خلق تاجیک غلام کرد. یگانه مثال سرور، یگانه رهبری که در دنیا که خلق خودش غلام دیگه ملت ها کرد. خلق خودش مثال زیر پای مثال دولت های مثال همچون روسیه، دولت هایی که در آنجا هم قانون و حقوق انسانیت نیست، حمایه کرده نمی شود، غلام همونا کرد. من مثال میخواهم که مثال دولت همه خلق خودمون در تاجیکستان باشد. اولش که بعد که در تاجیکستان نباشد، مثال در همین هر کجایی که نباشد مهاجرت حقوقش حمایه کرده شود از طرف دولت، نه اینکه بیاید آن چیزی که خودش آمده است امام رحمان. ولی هر چند که مثال خود روس‌ها میگویند که این خلق، این جوان‌ها گناهکار نیستند در این طرف، اینا یگان عموما دخل ندارند در این طرف. آمده است گفته است که مثال گوییم که روشاد نیست، همین وش که همینا همه گناه کردن. این با فایده شده، مثال با فایده خود رحمان فاست که این خلق خودمون به تروریسم نام برآورد و شرم گوییم در تمام جهان خلق تاجیک مثل همش تروریسم شناسن. اگر این با فایده خود همون رحمان فاست، با فایده خود این دیکتاتور. بله، اما خودشم در همه جایی که مثلا دعوت میشید میرفت اشتراک میکرد، اولین چیزی که دعوایی که میکرد میگفت که ما مشکلی تروریسم و اکستریمیسم داریم. یعنی همین ملت تمغه تروریست و اکستریمیست خیلی همین رحمانوف زدگی است. من حال گمانم دارم که مثال همین ترکت آخران که در روسیه شد، همین امنیت تاجیکستان گویم رحمانوف دست دارد با تشکیل خود همینا شدگی. در هر کجایی که ترکت شد این دولت تاجیکستان دست دارد. همین جوانای خود همین دولت فرستانده‌ای که همین خیلی کردن یمیانه که خلق تاجیک همچون تروریست شناسن. مثال مثال من در آلمانم چند تا تروریست داشتن، یا دولت هلند کجا، مثال اینا همینا آدمای دولت بودن، خود هم دولت تیار کرد فرستان. این چه خیلی گوییم همین خیلی تیار کرد فرستان که اینجا اگر مبادایی اگر زندان شونن، زندان اینجا از زندگی آزاد در تاجیکستان بهتر در اروپا. دویمش این که آدمای خود حکومت که هستن، حکومت یک زپروس میتید که من همینا همین تروریستایی که شما داشتن در تاجیکستان هم در کافتکو انا با مهون سفورید، با اونا سفوریدن، اونا یا میبرن خودشون آزاد کرد، یا برن زندان هم کنن که مثال یک با یک وای با آزاد میکنند. یک برنامه مثال وایس چی گویم من خاطرم برام اف با آزاد میکنن، تمام یگون وای نداره. این خیلی نفرها برادر مبارز بخشش از تمام نفرهایی که ما را میبینن، این خیلی نفرها مثل همو یک رزینکی که در کارهایش شهوانی استفاده میشوند بعد پرداخته میشه، همو خیلی همین توریستایی که در تاجیکستان کشتن و یک بچه دو بچه وقتی مادرش بودن با کاله گرفتن و آنها چی کردن، همین کار ما کردیم گفتن و دایش پایش همین خیلی من آخران در زندان کشتن بچه
بچه‌هاش هر دو پسراش کشتن. مادر نمیدونه حال در چه حالت در کجاست کسی نمیدوند. برآمده محیدین کبیری بچهای من تروریست کرد و گروه های افراطی تروریست کردن، گفته پیش پسال ایران همجا و مادر برآمد کرده بود. یک بار هر دو پسراش بردن چیکار کردن؟ زندان کردن، کشتن. هم زندان مرد و رفت هر دو پسراش. این همه امنیتی ها همه خیلی این کار امنیت تاجیکستان همین من گمان دارم ده، گمان من همین که همون کراکس مسکو شدگی هم در ایران هم شد، در تمام روی دنیا که آخران تاجیکا به تروریست نام برآورده هم میش کار دولت تاجیکستان. اینا همه چه خیلی گوییم همین میفرستانه همه کار میکنن نمیکنن، اجرا میکنن نمیکنن. گشت تاجیکستان در پراس میتاد که همینا در تاجیکستان هم جنایتکار اعلان شده که ما در پاکتیکا در ما مسپرن جواب میتن یا که در زندان میکشن پراختشانه به فریب همونا گرفتار شده. بله تشکر زیاد برادر. دعوت شما از مردم مهاجر. دعوت من مردم مهاجر همین که اگر خواهند که زندگی خوب آینده زندگی خوب برای خودشان و برای فرزنداشان خواهند، زندگی خوب و آزاد و آسایشته و آینده خوب خواهند، باید که در خطر مبارزه باشند و مبارزه برند برای آزادی، برای دموکرات. یا خیلی ما دموکرات گم او یا خیلی همون طرفدار حکومت داویده با کافر آدم گناهکار میکنن که او شما دموکرات کافر شما. نه که ما مثال من همجی هم به نشان میتیم مثال برنامه مثال درسای تعلیم اسلامی که خودمون داریم انا قاری گام میزنم این کی گام زده است. ها ما مثلا منم گروه 24 هم باشیم که ما درس تعلیم قانون داریم. برای قانون مثلا قانون گروه چخیل قانون دولت چخیل باید باشد اینا تعلیم داریم. با درس اسلامی هم داریم، تعلیم اسلامی هم داریم. ما هم الحمدلله مسلمان خواهی ما نمیدانستیم میگویم. من گفتم که دانیتون فهمیتون چخیل که باشد اکثرت حال خلق وای نه ترس دارد. مراجعه ما همه که ترس باید وای کنیم. بعد یک چیز ترس باید یک طرف گذاریم در راه مبارزه شیم برای آینده آزاد و آباد و دموکراتی خود. تو یک چیز که مثال چهره آشکار گام نزنید تا میگویند او میکشن اینطور. من هندوستان هم میگیریم مثال تاریخ خانه اگه هندوستان چخیل مستملکه جدا آزاد شد. وقتی که یک خانه طلا بود چی بود؟ دو کس رفت و همینجا اما گویا ریز راوی اما پرتوگاه طلا جدا کرد. همین انگلیس ها گرفتن و هر دیش زندان کردن. خلق همین چند کسی که فهمید 20 کس فهمید 20 کس رفت همون جایی همون نوبر رفتن. همین 20 کس هم گرفتن زندان کردن. این 20 کس زندان کرده بودن که 200 کس دیگر رفت همون جا. نگفتن که ما نمی‌کشیم. 200 کس دیگر رفت 200 کس زندان کردن. 2000 کس رفت 200,000 کس رفت. همه خیلی هندوستان به همه ضد مستملکه و برای آزادی خودش هندوستان مبارزه برد، آشکار مبارزه برد، نترسید از زندان شدن، نترسید از کشتن، نترسید از مرد. من امروز هندوستان حاضر 1.5 میلیارد در روی زمین در همون حدود خود هندوستان 1.5 میلیارد اهالی خطای هم پیش گذاشت. 1.5 میلیارد انا زندگی دارد. هندوستان قریب 2 برابر خطای حجم زمینش کم. انا هم بعد 1.5 میلیارد اهالی زندگی دارد. خب بیا گفتیم 9 میلیارد همین انا 1 میلیارد همین قشاق نه که 500 میلیون دیگه همین زندگی خوب دارد. برای آزادی، برای آزاد شدن، برای زندگی خوب، برای آباد و برای دموکراسی و برای آنکه حجاب اثر زند نگیرد، برای آنکه رشت نتراشد، برای آنکه آمده دیکتاتور نکند در سرت تو چی کار باید کنی عیبم باشد. ولی من همه خیلی گپ زدن گرفت پرابلم هم رشت حجاب حل کنه. اینو پرابلم خواب و خیز زن و شوهری به دخالت خانه خواب
همین این همین آینده من همین رفتن گرد همین تاجیکایا میگوید که من همین زنادقتی یک موقع یا بار خواب میرم یا عموما خواب نمیرم یا همون مثال دوره پیشتر قدیم ظلم ظالمه با مثال زن یک جوان در کدام رهبر که محقول میشده که در کدام چیز می آمدگی برد و استفاده برده که باور داد یا همه میشه همه شدگی حاضر در تاجیکستان کم هم باشه شدگی اگر این خلق من همخی روشات برآمد نکند پشت پردگی با خیلی پشت پردگی آهسته آهسته ده این یک باره نی آهسته آهسته باید صفحه من همین آدمایی که آشکار گپ میزنن بسیار شود همون قد بسیار شدن گرفتیم همون قد دست دولت کوتاه شدن میگیردم مثال کدام یک تیم مثال 10 کس باشیم 10 کس جزا میتونید نه که 200 کس 1000 کس 10000 کس خیزید بیدار شید آینده برای چی شما هر یک تیشون هم پرسی چند فرزند 2 تا الحمدلله 3 تا 4 تا 5 تا فرزند دارد و تو برای چی فرزند تولد کردی به دنیا آوردی برای غلام آینده غلام تیار کردن برای اولاد رحمان یکمش دویمش که من همین مثلا خلقای کره شمالی وقتی من 8 سال 10 سال زندگی کردم کار کردم پرسیدم یا خلاص زن اکثرت زن ندارد در 45 50 درآمده زن ندارد یا خلاص زن گرفته زن دارم میگوید یا یک تا فرزند یا یک پسر یا یک دختر دارم بی زنای زن داره بی فرزندش پرسیدم که چی به تو فرزند نمیکنی در 55 60 درآمدگی برای چی من فرزند کنم میگود برای چی فرزند به دنیا آورم بیارم میگود من خودت دیده است که احوال من چطور چه حال بم گفت من با یا فرزند بیارم که من هم حال خودم بارم باشد من نمیدونم حاضر چیکار کنم حتی به درجه ظلم با گرفتار انم که کار میکند 7 سحر تا 12 شب پلان دارد پلانش بود نکند که همه شب جای کارش به من هم کارش باید بود کنه تا 7 سحر با 7 سحر با تا 12 شب باید کار کنه یک تین در دستاش معاش نمیگیرن یک روبل معاش نمیگیرن همینم انم پایده میگیرن یک چیز دوزن و یگون اورسای هم نزدیک به فروشن و یگون پیوه یگون چیز گیرن همونجا خورن جای خوابشون و اگر همین یک بوتلکه پیوه یا یک کنسرو در دستاشون برن اونا جنایتکار همونجا به همون جای خوابشون به اونا یک مثال دمستریکه یک جای الوحده میکردن که گرد از زبار 4 متره محکم زندگیشون در برای یگون خلق نمیموندن همونجا زندان داشتن همونجا جریمه میشدن زندان میشدن که از کجا گرفته چیکار کرد نه که معاش عموما در دستاشون نمیگرفتن چی هم مکرون جوشک برنج جوشک خوراکاشون کرم جوشک من مقصدم که مثال آینده خلق خودم من حالتا و نغلطت برای همین منم نقط کار کردم فهمیدم که این روشی که رحمانوف دارد آینده انم کره شمالی بار خلق میشود بله خلق ما خلق به همین که مثال برای آینده آباد و آزاد و برای آینده تاجیکستان بسیار کار کردم تاجیکستان همه آبشه اگه سرشته کنی آبشه با عقلانه کار فرمایی بس و برزیاد همه خلق هم خورن هم پوشن نه نفت در کن نه گاز هیچی در کنی نه که خلق که بیطرف شده اینا مثال سرگرم تا من همین وقت دلپور من هم روسیه بودم یگون دولت دنیا برای ما هم تاجیکستان نمی شود یگون مثال میگیریم که مثال یگون مادر جای مادر خودت نمی گیرد یگون وطن من هم حتی آلمان حتی امریکا برای ما تاجیکستان نمی شود جای تاجیکستان نمی گیرد ما 100,000 سال من همینجا به زندگی کنیم در مثال عربستان سعودی من برنامه دیدم که من تاجیکا مثال تاجیکا افغانایی هستن که 200 سال پیش رفتگی حال نه شهروندی داره همچون حقوق همچون حکم مهاجر همونجا با 200 سال پیش رفتگی فرزنداش ده همونجا نه که شهروندی عربستان ندارد خب مثال عربستان که با دولت همچون میگوییم که مسلمان خودمون با تو چه علاج چه حجت که با مثل من دولت‌های اروپایی مثل آلمان عموما دختمون نه در دینمون طوریم بیاد نه در مثال وای دولت آزاد آباد دموکراتی بسیار مثال منفعت ها دارد مثال من خودم در همینجا زندگی دارم
100 فایز در مثال حقوق انسان حمایه میشه، نیکه 100 کنه که وطن نمیشه. برای اون که آینده خوب داشته باشیم، برای اون که آینده دموکراتی آزاد زندگی کنیم، فرزندام غلام یا اولاد یا غلام یک دولت دیگر نشوند، باید که مبارزه برن، باید که خیزان دست مبارزه استن، مبارزه برن برای آزادی ما. تمام در همه خدمت تمام برادرها. تشکر زیاد. زنده باشین. برادر جاویدان غیور زاده، مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و صدای شما بسیار پست است برادر. از حد پسته. تو صحبت کنید. بله بله. باشه، وقتی نماز شام هم شد است، ما نماز هم میخونیم دیگر. فکر میکنم که برنامه را به آخر برسونیم. انشاءالله که در برنامه های آینده آماده باشین، داخل بشین در برنامه، انشاءالله که اشتراک خواهیم کرد. خب، تشکر زیاد از یکایک شما برادرای عزیز که در این برنامه اشتراک داشتین. سلامت باشین. ما همه وقت تیاریم. هر جایی که نباشم بدون که جای دمی رحمانوف خواب نمیبره، جو میدونیم چی میگیم. بدون یگون خبری بینی و یگون خیلی کانسپکت یگون براشور و هر جا دیدم که مخالف گوسه مبارز گوسه ان شاء الله که حرکت میکنیم، حداقل 10 minut 3 minut فکر خداب بگیم. بله، زنده باشید. تشکر زیاد. سربلند باشین. سلام علیکم. برادر ما همچنان خدا نگهدارتون باشه تا برنامه آینده ان شاء الله هستیم. تشکر زیاد. خدا نگهدار. خب، شب خوش. خب، هموطنان عزیز، تقریبا 3 ساعت است که در خدمت شما بودیم در برنامه غربت و طوری که بارها تاکید کردیم، هدف از براه ماندن این برنامه هم این است که مهاجران تاجیک را که در دولت‌های مختلف قرار دارند، علاوه خصوص در روسیه، یک کاری بکنیم، یک نقشه های کشیدیم که با واسطه همین برنامه یک راهنمایی بکنیم تا اینکه در فکر برگشتن به وطن باشن و عین حال کسایی که در روسیه قرار دارن، از یکایک شما خواهش میکنیم به خاطر که جان خودتان در امن باشه، به خاطر که آینده این ملت درخشان باشه، خواهش میکنیم روسیه را در کوتاه‌ترین فرصت ترک بکنین و همچنین نفرایی که در روسیه هستین، همچنین اگر جنایت‌هایی را که از جانب حکومت روسیه میبینین، همخیل جبر و ظلمی که بالای مردم مهاجری تاجیک روا میبینن، خواهش میکنم نوار برداری بکنین و اینجا تلگرام هم میگذارم، خواهش میکنم در همین تلگرام نوارها را برای ما روان بکنین و همچنین کسایی که در داخل وطن هستین، از یکایک شما خواهش میکنم ما را در این راه نبرد تنها نگذارین. شما میتوانید که با امو کامرای تلفن تو اینمی QR کد مثلا عکس برداری بکنین، مستقیما میرین به تلگرام من و خواهش میکنم از نرخ‌های آذوقه‌واری، از امکانیت‌هایی که در تاجیکستان هست نوار برداری بکنیم، به ما روان بکنیم و ما حتما در برنامه‌های آینده اون نوارها را میگذاریم و فکر و نظرهای یکدیگر را در اون مورد گوش میکنیم و همچنین انشاءالله که شما در سربلندی این ملت سهم گذار میشین.
خواهش میکنم این QR کد حداقل صورت بگیرین و زمانی که برای شما امکانیت پیدا شید شما میتوانید که نوار پیغام های خود به طریق تلگرام به ما ارسال بکنین. تشکر زیاد شما را به خداوند قادر و توانا میسپارم. تا هفته آینده در امان خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.